بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان عزیزان مهربانان. با یکی دیگر از برنامه‌های حجت بی حجت در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم با بررسی استدلالات و روایات وارده در کتاب اصول کافی در بخش کتاب حجت در اثبات دلایل امامت نزد شیعه. طبق معمول هر برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و بررسی آنچه که به برنامه امروز مرتبط است. حضرت مولانا عرض سلام و ادب. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و به شما خوش آمدید میگم در این برنامه. من منتظر بودم که شما بفرمایید که سفره حجت حجت بی حجت در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. خواهش میکنم خدمت از ماست. این اولین برنامه است که این افتخار نصیب بنده میشه تا همراه همرکاب حضرت مولانا باشم در این برنامه حجت بی حجت، برنامه‌ای که به اصطلاح زمامدار این برنامه استاد شهسوار استاد محمد انصاری عزیز هستند و این فرصت نصیب شد تا بنده این برنامه رو در غیابشون همراه حضرت مولانا باشم. عزیزانی که برنامه رو پیگیری کردن و بیننده برنامه بودند در جریان هستند که این برنامه در طول مدت طولانی که پشت سر گذاشته به بررسی کتاب حجت، کتاب الحجه از کتاب اصول کافی میپردازد. در برنامه امروز هم برنامه شما باب 67 این کتاب رو بررسی خواهیم کرد. حضرت مولانا صحبت‌های زیادی دارند درباره آنچه که در این باب مطرح شده و آنچه که از دلایل و استدلالات و روایات و تناقضات موجود در این باب مورد بررسی است و مورد نقد علمی قرار خواهد گرفت. حضرت مولانا در برنامه امروز برای بینندگان چی دارید؟ الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز ما عادت هستند با این کتاب حجت اصول کافی و میزان ارزشش را یا بی ارزش بودنش را، حجت بودن خود کتاب را و خود روایات را و حجت بودن ائمه را و از عدم حجتشون انشالله که به نتیجه درست و علمی با توجه به پیگیری این مسائل انشالله در این زمینه رسیده باشند. یعنی خودشون متوجه میشن که این اسم با مسماست یا بی مسما، یا اینکه واقعا یک ادعای بیش نیست. و متاسفانه در برنامه‌های گذشته یک چیزی که یعنی بسیار مشاهد هست در کتاب اصول کافی به صورت اخص و در بقیه کتاب‌های شیعه به صورت عام، استدلال‌های بیجا از آیات قرآن کریم هست در اثبات تمامی مواردشون، هم در اثبات اصل امامت و هم در اثبات لوازم امامت و همچنین صفات و ویژگی‌های ائمه. واقعا استدلال‌های پوچی هست، ادعاهای باطلی هست که در جلسه گذشته تعدادی از این ادعاهای باطل را و ادعاهای ناشیانه را که دلالت بر عدم علم و عدم آگاهی می‌کند ما تعدادی رو در یک دو سه باب گذشته که در هفته گذشته بررسی کردیم من خدمت بینندگان عزیز اینو نمایش دادم. اما این در واقع یکی از ویژگی‌های این کتاب هست. تمامی استدلال‌هایی که از آیات قرآن کریم کرده، اگر نگوییم که تمامشون منتها یعنی غالبشون و قریب به اتفاق استدلال هایی که از آیات قرآن صورت گرفته و خصوصا در مورد امامت و صفات و ویژگی های ائمه استدلال های گنگی هست، استدلال های بیجایی هست، واقعا جاهلانه هست، یا مبتنی بر تحریف قرآن هست یا مبتنی بر تأویل باطنی آیات قرآن کریم هست. تأویل و تفسیر قول قائل به ما لا یرضی قائله هست در واقع که در قرآن کریم هیچ گونه اشاره نشده. به زور میخواهند که عقیده خودشان را، باور خودشان را بر آیات قرآن کریم تحمیل بکنند
و ما ساحت ائمه رو از این امر کاملا مبرا میدونیم. ما میدونیم که ائمه شیعه به هیچ عنوان چنین استدلال‌های ناشیانه و جاهلانه رو نکردند و اساساً ائمه اهل سنت هم هستند. بله دقیقاً، یعنی در اعتقاد هیچ گونه تفاوتی با اهل سنت و الجماعت ندارند. تمامی آن چیزی رو که اهل سنت و الجماعت معتقد بودند ائمه شیعه 100% به اون معتقد بودند. تفاوتی در اعتقادات این ائمه 11 گانه‌ای که شیعه اونها رو به عنوان امام خودشون تعیین کردند، هیچ گونه تفاوتی در اعتقاد در میان این بزرگواران و اهل سنت و الجماعت وجود نداره. بلکه جز اهل سنت بودن است. قطعاً جز راویان اهل سنت هستند، جز علمای اهل سنت و الجماعت هستند، جز کسانی هستند که اهل سنت و الجماعت در واقع محبت آنها رو جز ایمان خودشون میدونن. این در واقع یک چیز محرز و ثابتی هست برای هر کسی که اندک آشنایی با اصول اهل سنت و الجماعت و با کتاب‌های فقهی و کتاب‌های عقیدتی اهل سنت و الجماعت دارد. این استدلال‌های بیجا و جاهلانه به هیچ عنوان به ائمه بزرگوار اهل بیت و در واقع خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی‌چسبد و هیچ ارتباطی با اونها ندارند. و در این بابی که امروز انشالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ابواب بعدی، یک سری ادعاهای پوچی هست، ادعاهای واقعاً پوچی هست، بی مستند هست، یعنی اصلا مستند نیستند و دلیل و پشتوانه علمی ندارند، فقط یک سری ادعاهای پوچی هستند با استدلالهای جاهلانه باز. و همان گونه که قبلا اشاره کردم، ما به هیچ عنوان این استدلالها رو به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت نمیدهیم، بلکه ما اینها را ساخته و پرداخته راویان جاهلی میدونیم که خودشون رو به ائمه نسبت میدهند، وگرنه ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فراتر از این هستند که چنین استدلالهای جاهلانه رو داشته باشند یا ادعاهای پوچی رو برای خودشون در واقع مطرح کرده باشند. بیش مقام علمی این بزرگواران خیلی فراتر از این، خیلی فراتر از این هست و هر انسان عاقلی و هر انسان در واقع که اندک علمی رو داشته باشد، وقتی که کتاب اصول کافی رو مطالعه بکنند، میداند که یک سری روایات بی سند و روایات جعلی هستند، روایاتی که نه با عقل سازگاری دارد و نه با نقل. هیچ عنوان اینها رو نمیتوانیم که ما به عقل نسبت بدیم یا به قرآن یا به سنت نسبت بدیم. اما متاسفانه یک ویژگی رو که استدلال های شیعه به صورت کلی دارند و اینو من به خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم، هر جایی که شیعه در کتاب اصول کافی، هر کتاب دیگری و خصوصا در مورد بحث امامت و صفات و ویژگی های ائمه اگر آیه از قرآن کریم رو آورده بودند استدلال کردند، کافی هست برای بطلان این استدلال برگردند به قرآن کریم، آیات قبل و آیات بعدش رو نگاه بکنند. سیاق و سباقش رو وقتی که نگاه کردند، این خودش کفیل هست و ضامن این مطلب هست که این استدلال رو از بیخوبان در واقع از بین میبرد. بدین خاطر است که شیعه معمولا وقتی که استدلال میکنند از یک آیه، یا اول آیه رو میآورند آخرش رو نمیآورند، آخرش رو میآورند اولش رو نمیآورند. اگر یک آیه رو کامل آوردن، ما قبل و ما بعدش رو به هیچ عنوان مطرح نمیکنند، زیرا که قرآن خودش استدلال‌های بیجا و باطل رو از خودش نفی میکنه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. در این بابی که در جلوی روی ما هست، باب 67 این کتاب هست که در واقع امروز با هم دیگر اون رو یعنی بررسی خواهیم کرد. باب فی ان الائمه شهداء الله عز وجل علی خلقه. از عنوانش مشخصه که آقایون ادعا کردند که ائمه، یعنی منظور امامان شیعه هستند، شهداء الله عز وجل علی خلقه، شاهدان و گواهان الله متعال هستند بر روی بندگانش. یعنی چی؟ خب وقتی که یک شخصی گواه باشه، یعنی گواه بر این که فلان انسان مثلا مؤمن بوده، مسلمان بوده یا مسلمان نبوده، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دین رو ابلاغ کردند یا ابلاغ نکردند، دین به این انسانها رسیده بوده یا نرسیده بوده. و اما روایت متعددی رو داریم، اهل سنت و الجماعت دارند و شیعه هم در این زمینه روایاتی رو دارند که انسانهای مسلمان شهداء الله هستند بر روی زمین. به طور مثال در مورد نماز جنازه مثلا اهل سنت و الجماعت روایاتی دارند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون نشسته بودند، جنازه رو از اونجا
عبور دادن و مردم تعریف کردند که این آدم خوبی بوده، نیک و صالحی بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وجبت. و یک فرد دیگری رو از اونجا عبور دادن، جنازه دیگری رو مردم بعد تعریفش کردن، بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وجبت. و نهایتا وقتی که از ایشون سوال کردند که معنی این جمله شما چی هست، ایشون فرمودند که شما اون نفر اول رو تزکیه کردید، تاییدش کردید، در مورد خوبیاش تعریف کردید، شما شهدای الهی هستید در روی زمین. و الله متعال در واقع وقتی رسول الله فرمودن وجبت، یعنی بهشت برای اولی واجب شد و جهنم برای دومی، زیرا که شما شاهد هستید برای الله متعال. و این روایت در کتاب شیعه هم در واقع هم اومده و در کتاب اهل سنت هم موجود داره. غیر از این روایات دیگری هم در این زمینه هست که من نمیخوام به اونها بپردازم. اما به صورت کلی در اینجا ادعا شده که امامان شیعه شاهدان و گواهان الهی هستند بر روی زمین و بر خلق و بندگان الله متعال. هدف از این باب جناب مولانا چی هست؟ کسی که این باب رو تدوین کرده و نوشته میخواد چی رو ثابت بکنه از این؟ چه منزلتی میخواد برداشت بکنه از این؟ به صورت کلی عرض کردم که هر گونه این آیاتی رو که احتمال دادن که میشود به نفع ائمه از اونها استدلال بکنند، یا اینکه ثقل ائمه رو در واقع و وزنشون یک مقدار سنگین‌تر بکنند و جایگاهشون رو بلند ببرند، اومدند استدلال‌های بیجایی از آیات قرآن کریم آوردند تا مقام امامت دایی خودشون رو بالا ببرند. بله، مقام امامت رو بالا ببرند و بزرگ در واقع اینو جلوه بدهند. از این رهگذر اومدند از آیاتی استدلال کردند که هیچ گونه اختصاصی به ائمه ندارد. عام هست. آیاتی هست که عام هستند و هیچ گونه ارتباطی تنها با ائمه ندارند و اون مفهومی رو که شیعه قائل هستند برای ائمه خودشون و اون جایگاه رو که اختصاص میدن این جایگاه ها رو به ائمه خودشون، از این آیات قرآن در واقع استفاده نمیشه و استنباط نمیشود و خود آیه قرآن در واقع همون گونه که قبلا عرض کردم کفیل و ضامن هست که این استدلال باطل رو در واقع نفی میکنند. ایشون اومدن میخوان ثابت بکنند که بله، امامان شیعه برخلاف بقیه انسانها، برخلاف نمیدونم انبیا یا برخلاف اولیا یا برخلاف عموم مسلمانان، شاهدان الهی هستند بر روی زمین. در صورتی که چنین جایگاهی رو اگر یک انسانی باید داشته باشه، خب این جایگاه الهی هست. بله. باید از منبع وحی به ما خبر برسد که چه کسی شاهد هست و شاهد نیست، چه کسانی می توانند گواه باشند یا نمی توانند گواه باشند، چه کسانی می توانند شفیع باشند یا نمی توانند شفیع باشند. اینها فقط از منبع وحی هست که برای ما در واقع ثابت بشه یا اینکه در واقع یک دلیل شرعی در این زمینه وجود داشته باشه. اما در مورد اختصاص این جایگاه به ائمه هیچ گونه دلیل شرعی وجود ندارد، بلکه برخلاف آن چنین در واقع آیاتی وجود دارد و دلایل محکمی در واقع وجود دارد که این جایگاه به هیچ عنوان اختصاصی به ائمه شیعه ندارد. خب این یکی از ابوابی هست و در این باب 5 تا روایت رو در اینجا آقای کلینی اومده و ذکر کرده. جالب اینجا است که آقای کلینی اون گونه که در مقدمه کتاب آوردن 20 سال تمام عمرش رو صرف تالیف این کتاب کرده. 20 سال تمام ایشون زحمت کشیدن تا این کتابی رو نوشتن به نام کتاب کافی. و جالب هست وقتی که از بررسی های آقای باقر مجلسی وقتی ما نگاه میکنیم این کتاب رو، یعنی ارزش واقعی رو، یعنی ارزش علمی این کتاب رو، میزان صحت و سقم این کتاب رو ما نگاه میکنیم، میبینیم که 2/3 این کتاب روایات ضعیف و روایات مجهولی هستند و بیشترین مواردش دید صاحب بهارالانوار به اصول کافی است. به اصول کافی هست. بیشترین روایاتی که در ابواب میآورند در هر بابی میگه ضعیف، روایت اول ضعیف، روایت دوم ضعیف، سوم نمیدونم مجهول، چهارم نمیدونم مجهول. نهایتا شاید در برخی از ابواب یک روایت صحیح رو گفته باشه که صحیح هست، اونم به مذاق خودش، نه بر اساس اصول علمی. و یا اینکه اصلا روایات صحیح در باب وجود نداشته باشه، مانند این بابی که در اینجا هست که فی ان الائمه شهداء الله عز وجل علی خلقی. در این مورد شیعه هیچ گونه روایت صحیحی رو ندارد. آقای کلینی 20 سال زحمت کشیدن اما در این باب نتونستند که حتی یک روایت صحیح و سند را بیاورند و معرفی بکنند که این عقیده رو در واقع ثابت بکنه، این جایگاه رو ثابت بکند برای ائمه که ائمه شیعه شاهدان و گواهان الهی هستند بر روی بندگان و مخلوقاتش. قبل از اینکه وارد اصل مطالب این باب بشیم و روایتش رو بررسی بکنیم، میپردازیم به نظر مجلسی، باقر مجلسی در مورد این ابواب که آیا روایت صحیح در این وجود دارد یا خیر.
کتاب مرآت العقول هست، دوستان همیشه اینو دیدن، اگر دوستان این نمایش بدن این کتاب رو. مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول و جلد دوم این کتاب هست، کتاب مرآت العقول که معروف ترین شرح کتاب اصول کافی هست و مولا باقر مجلسی اینو در واقع بله صاحب بهار الانوار و مرآت العقول هست که این در واقع حکم کرده بر روایات کتاب اصول کافی. پس میتونیم خلاصه مرآت العقول صحیح ترین شرح بر صحیح ترین کتاب روایی شیعه است. قطعاً از این یعنی جامع ترین شرحی و صحیح ترین شرحی و معتبر ترین شرحی از کتاب مرآت العقول بر اصول کافی نیست. صحیح ترین خود یک راوی شیعه، یک عالم شیعه بر کتاب دیگری از خود شیعه. بله کسی هست که یعنی آقای مجلسی کسی هست که جزء 8 نفر برتر مذهب شمرده می شود. یعنی 8 کتاب اصلی و درجه یک شیعه رو اگر نگاه بکنیم 4 تایی که اولی هستن متقدمین هستن، کافی و استفسار و تهذیب و من لا یحضر 4 کتاب اولی هستند، یعنی اصول اربعهشون هستند. اصول ثمانی وقتی که اضافه بکنیم یک از اونها بهار الانوار هست که نویسندش همین آقای مولا باقر مجلسی هست. نظرشون رو در این کتاب در مورد روایات این باب با توجه به سند این روایات در واقع اعلام کردن. آقای مجلسی وقتی که شرح میده نظرش رو درباره صحت و سقم روایت میگه. بله قبل از این که شرح بده در ابتدا نظرش رو در مورد روایت میگه که این روایت صحیح هست یا ضعیف است یا موثق هست یا مجهول یا اینکه در واقع حسن هست. خب جلد 2 کتاب بهار مرآت العقول هست و صفحه 337 همین بابی هست که ما در صدد بررسیش هستیم. فی ان الائمه شهداء الله عز و جل علی خلقه. الان 5 روایت رو در این باب آورده عرض کردم. الحدیث الاول ضعیف، حدیث اول در واقع ضعیف است، یعنی روایت ضعیف نزد شیعه تقریبا یک چیزی شبیه به روایت موضوع هست نزد اهل سنت و الجماعه، یعنی هیچ اساس و هیچ گونه ارزشی رو نداره. روایت اگر تمام راویانش عادل باشند، این نزد شیعه یعنی امامی عادل باشند، امامی عادل از امامی عادل نقل کرده باشد، روایتش صحیح است. اگر شیعه اثناعشری باشد اما عادل نباشد، شیعه ممدوح باشد که رو نقل بکند، روایت می شود حسن. اگر غیر شیعه باشد، وثقه باشد یا ممدوح باشد، روایتش می شود حسن یا ببخشید روایتش می شود موثق یا قوی، و روایات بقیه میشن روایاتی که ضعیف هستند، روایات ضعیف. الان این گفته که این روایت ضعیف است، روایت استدلال نیست. اگر انسان بخواد یعنی عاقلانه عمل بکند، بر اساس اصول علمی عمل بکند، وقتی که یک روایتی اصلا ثابت نیست که این حرف امام باشه، از نظر سندی ضعیف هست، یعنی اون فردی که این روایت رو نقل کرده نه شیعه عادل هست و نه شیعه فرض بکنیم که ممدوح هست و حتی غیر شیعه ممدوح یا عادلی هم نیست. هیچ گونه شرایط بله مشخصه دیگه. خب این روایت اول ضعیف هست، این قابل استدلال نیست. روایت اول هست در صفحه 338 حدیث روایت دوم الحدیث الثانی ضعیف، باز هم این روایت ضعیفی هست. بله این روایت دومش. روایت سومش الحدیث الثالث ضعیف، باز هم ضعیف هست، یعنی صحیح نیست، حسن نیست. و روایت چهارمش اظهار نظر نکرده. روایت چهارم که در اینجا هست علی ابن ابراهیم النبیه آورده، این در اینجا اظهار نظر نکرده. در صفحه بعدش گفته الحدیث الرابع مختلف فیه، روایت چهارم مختلف فیه هست و مورد اختلاف هست و حسن اندی، نزد من این روایت حسنی هست. اما در پاورقی این اضافه کرده کذا فی النسخ، در نسخه های کتاب مرآت این گونه اومده و صحیح الخامس بدل الرابع. در اینجا که گفته الحدیث الرابع مختلف فیه، منظور همون حدیث پنجم هست. یعنی این که آقای مجلسی در این مورد در این باب درباره روایت چهارم اختلاف اظهار نظری نکرده. فقط پنجمی رو گفته نزد من حسن. بله پنجمی رو گفته نزد من حسن، اگرچه در کتاب آورده که الحدیث الرابع، در پاورقی نوشته منظور این چهارم نیست و پنجم هست. واسه یکی از این روایت‌ها رو گفته حسن. بله یکی. خب این باب اول هست، باب این که ائمه شهداء الله علی خلقه هستند. باب دومی رو هم اینجا من خدمت بینندگان عزیز به خاطر در واقع استفاده کردن از وقت اینو هم نمایش میدم. باب دومی این است که ان الائمه علیهم السلام هم الهدات، ائمه هادی هستند، ائمه هادیان و در واقع هدایتگر هستند. روایت اولش گفته ضعیف کالموثق، ضعیف
کل موثق، ضعیف هست در حد موثق، یعنی ضعیف آخرین درجهش هست. کل موثق هست یعنی مانند در حد روایتی هست که راوی شیعه نباشد، در حد روایتی هست که راوی شیعه نباشد، گرچه این اساسا ضعیف هست، اما ضعیفی هست که در حد روایتی که راویش غیر شیعه باشد برای آقای مجلسی ارزش دارد. روایت دوم گفته که روایت حسن هست و این باز هم در درجه اول روایت نیست، یعنی صحیح نیست، در درجه دوم هست، یعنی یک شیعه ممدوح به قول خودش اینو بررسی کرده، گرچه به هیچ عنوان چنین روایتی رو نمیشه گفت روایت حسن است. جالب اینجا هست که روایاتی رو که در سندشون علی ابن ابراهیم عن ابیه اومده، بنابر تحصیل آقایون چون که پدرش یعنی پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم است توثیق نشده، کسی اینو نگفته که ثقه هست یا اینکه عادل باشه، به خاطر این مورد آقای مجلسی روایتش رو گفته که روایت حسن هست. اما خود علی ابن ابراهیم قمی و پدرش انسان‌های خرافی بودند، معتقد به تحریف قرآن بودند که روایتشون از دیدگاه ما هیچ گونه ارزشی رو نداره. روایت سوم گفته که ضعیف هست. روایت اول ضعیف بود، روایت دوم حسن بود، روایت سوم در اینجا ضعیف هست و روایت چهارم مجهول هست و روایت 4 تا روایت در اینجا داره که باب بعدی رو انشالله بعداً بررسیم. 4 تا روایت هست که اینم گفته در واقع مجهول است. حسن بود، یکیش مجهول بود، دو تاشم ضعیف. بله، پس بنابراین در این 2 تا بابی که در اینجا اومده هیچ گونه روایت صحیح وجود نداره. طبق ادعای علامه مجلسی، بله، بررسی علامه مجلسی که از مجلسی کسی فکر نمی کنم که بالاتر بوده باشه که بر روی بر این کتاب شرحی نوشته باشه یا اینکه اظهار نظری در این مورد در واقع کرده باشه. از استوانهای علمی مذهب شیعه شناخته شده. پس بنابراین اگر بخوایم که علمی بررسی بکنیم، اگر بخوایم پایبند اصول علمی باشیم، اگر بخوایم که برای دین خودمون، برای اعتقاد خودمون، برای عقل و باور خودمون ارزشی قائل باشیم، پس بنابراین نباید سراغ چنین روایات ضعیفی بریم. در مرحله اول. در مرحله اول هست. در مرحله دوم بالفرض این که ما یعنی صرف نظر بکنیم، از ضعف از سند این روایات و ضعفی که در این روایات وجود دارد و در واقع مجهول بودن این روایات رو همه رو نادیده بگیریم، وقتی که به خود روایات باز میگردیم باز هم این روایات موجب قدح عظیمی و موجب در واقع ایراد و نقص عظیمی در دین اسلام هست. سند رو تأمل کنیم متن رو نمیشه تأمل بکنیم. متن چون که این متن گویای این هست که در واقع قرآن تحریف شده هست. استدلال های بیجای از آیات قرآن کریم هست که هم قرآن کریم را زیر سوال میبرند و هم آن کسانی را که این گونه استدلال کردند. یا باید بپذیریم که این استدلال در صورت صحت دلالت بر این داره که اصل آیه این نبوده و چیز دیگری بوده، چیز دیگری حذف شده که با اون بلاغت و شیوایی قرآن بتونه سازگار بشه. یا اینکه باید ادعا بکنیم که اون کسی که این برداشت کرده واقعا انسانی بوده که آگاهی و علمی نداشته نسبت به قرآن. یکی از این 2 مورد در اینجا ثابت میشه. اولا اگر قبول کردیم که این روایت ضعیفی هست، خب خودمون رو راحت کردیم، شیعه و سنی راحت میشن دیگه، تبعات متن رو کسی نمیتونه تحمل بکنه. شاید سنی راحت بشه اما شیعه انقدر راحت نمیتونه. بالفرض من بنابر اصول علمی میگم اگر بخواند که علمی برخورد بکنند باید یکی از اینا رو بپذیرند، یا اینکه بپذیرند این روایات ضعیفی هست و مجهوله، بدون قابل اعتبار نزد ما نیست. پس بنابراین ائمه شاهدان الهی بر روی زمین نیستند. یعنی این استنباطی که شما خواست کردید این رو به ائمه، بر این استنباط باطلی هست. در مرحله دوم اگر ببینیم ولو این که ضعیف باشد ما قبولش داریم، شیعه این حرفو میزنه، ولو این که ضعیف باشه ما اینو قبول داریم، چون که این عنوان رو ثابت کرده در اینجا. وقتی که یک عنوانی رو در اینجا مطرح کرده، وزیرش چندین روایت رو آورده، یعنی این که خود این عنوان نزد شیعه یا حداقل نزد نویسنده کتاب ثابت شده هست. وقتی که روایات ثابت نیست اساساً این عنوان ثابت نیست. وقتی که عنوان رو آورده یعنی این که این روایات برای شیعه قابل قبول است، ولو این که ضعیف است، ولو این که مجهول هست، معلوم نیست که این حرف رو کی زده، یک حرف بدون دلیلی هست، اما باز هم شیعه اینها را قبول کردن. وقتی که قبول کردن میرسیم روی گزینه دومی، یا این که این استدلال ناشیانه رو و این ادعای پوچ را راویان شیعه کردند یا امامان شیعه. از این 2 گزینه روایت نسبت داده میشه به امام. نسبت داده امام میشه. اینو گفته. بله. راوی میگه امام گفته. ما از این 2 گزینه بیشتر نداریم، یا بگیم که اینو خود راوی ساخته و پرداختش هست، اصلا قول امام نیست، راوی اینو جعلش کرده. خب در این صورت ساحت مقدس امام محفوظه.
مبرا میشه. فقط برمیگرده به همین خود راوی که برمیگرده به همون گزینه اول. یعنی یک راوی دروغگو هست، جاهل حدیث هست، حدیث سازه که حرفش برای ما قابل اعتبار نیست. اما اگر بازم بگیم ولو این که این راوی جاهل باشه، ولو این که این راوی دروغگو باشه، حدیث ساز باشه، ما قبولش داریم، دیگه غیر از این گزینه آخری هیچ گزینه‌ای برای ما باقی نمیماند. باید بپذیریم که ائمه آشنایی با قرآن نداشتند یا اینکه این قرآنی که ما داریم اشکال داره. این گزینه سوم. اون گزینه سوم هست که بخوایم قبول بکنیم که آقا این قرآن تحریف شده است. بله، یا اینکه این قرآن تحریف شده هست چون که متن اینو میگه، یا اینکه امام با قرآن آشنایی نداشته، یا اینکه این قرآن اصلی در واقع نیست. این مواردی هست که در این باب در واقع اومده و اینا رو با هم دیگر انشالله بررسی خواهیم کرد. روایت اولی که در این کتاب اومده علی ابن محمد هست. علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد از یعقوب ابن یزید از زیاد خندی از سماع قال ابو عبدالله فی قول الله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال نزلت في امه محمد صلی الله علیه و سلم خاصه. در مورد این امت نازل شده، در مورد امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. فی کل قرن منهم امام منا شاهد علیهم. در هر قرنی از اینها امامی هست از ما که شاهد هست بر روی انسان ها، بر روی مسلمانان، بر روی این امت. و محمد صلی الله علیه و سلم شاهد علینا و محمد صلی الله علیه و سلم شاهد بر ما هست. حالا ببینیم ادعا چی هست. ادعا این هست که ائمه اثنا عشر، ائمه شیعه شاهدان الله هستند بر روی زمین، بر روی مخلوقات، بر روی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیه چی میگه؟ آیه میگوید که محمد شهید هست صلی الله علیه و سلم، رسول الله شهید است بر این امت. ببینید صراحت داره در اینجا فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید. ما از هر ملتی و از هر امتی یک گواهی میاریم. از هر امتی و از هر ملتی، یعنی ملت‌های پیشین، ما برای هر یکیشون یک گواهی میآوریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو را به عنوان گواه بر اینها ما میآوریم. گواهی بر تمام امت، بر تمام امت، بر امت خودت. از هر امتی یک گواهی رو خواهیم آورد و تو را یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان گواه بر این ملت ما خواهیم آورد. خب الان این در اینجا هیچ نامی از امام وجود نداره. حتی ضمیری هم که در آیه هست خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خب رسول الله چه ارتباطی با ائمه داره یا ائمه چه ارتباطی با رسول الله دارن؟ هر چیزی رو که برای رسول الله ثابت باشه، یعنی این که برای ائمه ثابت هست، و هر ادعایی رو که ائمه بکنن باید این دلیل بیارن چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مقام را داشته، پس بنابراین ما میخوایم، ما اون مقام را داریم. از این روایت چنین چیزی ثابت نمیشه. بالفرض این که بخواید چنین مقامی رو ثابت بکنید باید یک دلیل ثالثی رو در اینجا بیاورید. این روایت به هیچ عنوان گوینده این مطلب نیست. این روایت اولی هست که در اینجا آورده که هنوز یعنی حرف من رو این روایت تمام نشده. اما این روایت دوم رو با هم بخونم، بعدش ان شاء الله توضیح خواهم داد. روایت دوم که از ابو عبدالله هست، گرچه این روایت همون گونه که آقای مدرسی گفته بود از دیدگاه ما هم روایات ضعیف و مجهولی هستند، بیچ عنوان اعتبار ندارند. اما برای کسانی که میخواند که واقعیت این روایات را ببینند، اگر صرف نظر از سندشون میخواند که اصل روایت رو قبول بکنند، ببینند که قبول کردن این روایت چه اشکالی رو به وجود میاره. روایت دومی اومده در اینجا قال سألت ابا عبدالله، من از امام ابو عبدالله یعنی جعفر صادق من سوال کردم، عن قول الله عز وجل، در مورد این آیه که الله متعال میفرماد و كذلك جعلناكم امه وسطا، و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما شما را امت میانه‌ای قرار دادیم تا اینکه شما شاهد باشید بر مردم. این هم صراحت داره. شما مسلمین. بله شما مسلمین. و كذلك جعلناكم، چون که مخاطبان قرآن در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند که اختصاصی قرآن داشته باشه فقط به علی و حسن و حسین. وقتی که الله متعال در قرآن کریم که خطاب به تمام امت هست میفرماید كذلك جعلناكم امه وسطا، ما شما را ملتی میانه و معتدل عادل قرار دادیم. به چه خاطر؟ به خاطر لتکونوا شهداء علی الناس، چون اینکه شما شاهد بر مردم باشید.
باشید. و بنابر این آیه ثابت می شود که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد بر امتهای گذشته هستند. یعنی در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد بر مسلمانان هست، شاهد بر امت خودش هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم و امتشون گواهند برای پیامبران گذشته. یعنی در روز قیامت وقتی که پیامبران الهی رو الله متعال ازشون سوال میکند که گواه شما چه کسی هست که شما این دعوت رو تبلیغ کردید، میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد و امتش بر ما شهادت میدن که ما این دعوتی که شما به ما گفتید رو به امتیان خود رساندیم. از چه طریقی؟ از طریق قرآن داستان پیامبران گذشته رو و تبلیغ کاملا برای ما ذکر کرده. هر کسی که قرآن رو خوانده باشد یعنی کلام الهی رو شنیده و روز قیامت میتواند بر اساس آن چیزی که در قرآن هست شهادت بدهد که نوح و موسی و عیسی و تمام پیامبران دعوت الهی رو ابلاغ کردند. این آیه فقط این مطلب را میرسونه. آیه قبلی که در اینجا گفت فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا، از هر امتی یک گواه میآوریم و تو گواه بر این امت هستی. در روایت بعدی و در این آیه كذلك جعلناكم امه وسطا، ما شما مسلمانان را ملت میانه و معتدلی قرار دادیم لتكونوا شهداء علی الناس، تا اینکه شما شهدای بر مردم باشید. منظور از ناس ملت‌های گذشته هستند. اما در اینجا راوی میگوید که امام این حرف رو زده، نحن الامه الوسطى، نحن الامه الوسطى، امت وسطا ما هستیم. و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضی، ما شاهدان الهی بر مخلوقات هستیم، بر انسان ها هستیم و حجت های الهی بر روی زمین. بازم یک ادعای پوچه، دلیل هیچ گونه تناسبی با ادعا نداره. دلیل هیچ گونه تناسبی با ادعا نداره. در دلیل آمده بود به صورت عمومی خطاب به امت مسلمان، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در هر عصر و زمانه شما شاهدانید، شاهدان الله متعال هستید برای پیامبران گذشته بر ملت هایشون. خیلی عادی، خیلی عادی، همه یعنی هیچ گونه اشکالی رو در قرآن می‌خوانیم. هر مسلمانی که با قرآن آشناست میتونه شهادت بده برای صدق رسالت انبیاء گذشته. اما آقایون ادعا کردند که ما هستیم، منظور از امت وسط فقط یعنی ائمه وسط هستند، فقط امامان شیعه هستند. چند نفر. بله، خب این دلیل میخواد، دلیل از خود قرآن میخواد. اگر میخواد از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال بکنند، خب باید حدیث صحیح و صریح در این زمینه وجود داشته باشه که متاسفانه وجود نداره. یک حکم مقید رو بخوایم اینو خواستش بکنیم نیاز به دلیل. خب در ادامه آیه و این حرفی که در واقع رد و بدل شده، قلت قول الله عز وجل، در مورد این آیه من سوال کردم از امام ابو عبدالله هست، امام جعفر صادق، درباره ملت ابیکم ابراهیم، قال ایانا عنا خاصه، از ملت ابراهیم باز میگه منظور فقط ما هستیم. یعنی این که امت رسول الله امت ابراهیم نیست، یه دینشون بر اون دین ابراهیمی در واقع نیست، میگه فقط و فقط منظور ما هستیم. هو سماکم المسلمین من قبل، خب یعنی این که مسلمین یعنی امت رسول الله هست، همه میدونه اسلام دین رسول الله هست و مسلمین امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در این روایت ادعا شده که مسلمین یعنی فقط ائمه اهل بیت، بقیه مسلمین نیستند، زیرا که مخاطب اونها هستند. اگر ملت ابراهیم اونها باشند پس هو سماکم المسلمین یعنی فقط ابراهیم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مسلمان نامیده باشند. من قبل فی الکتاب التي مضت و فی هذا القرآن، اما در این قرآن هم الله متعال چه فرموده؟ این باز هم ادعا شده که این حرف امام جعفر صادق هست. لیکون الرسول علیکم شهیدا، لیکون الرسول علیکم شهیدا، این استدلال کرده فرسول الله صلی الله علیه و سلم الشهید علینا بما بلغنا عن الله عز وجل، رسول الله گواه بر ما هست، یعنی گواه بر ائمه هست. به خاطر چی؟ به خاطر ابلاغی که از جانب الله برای ما کرده. در صورتی که ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ دینش هیچ گونه اختصاصی به ائمه نداشته. رسول بودن برای کافه مردم. در وقتی که مردم رو جمع کردن بر کوه صفا، همه مردم رو در اونجا دعوت دادن. تنها تنها اهل بیتش رو، علی را یا ابو طالب رو دعوت ندادن، بلکه رسول جهانی هستند. تمام قریش رو و تمام اقوام عرب رو در واقع اومدن و تبلیغ کردن. اگر رسول الله قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بله، تمام شما، همه مردم من به سوی همه اگر قرار بود که
کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اونا حجت هست و برای اونا تبلیغ میکند فقط اهل بیت باشند، خب هیچ گونه درگیری به وجود نمی آمد. میومد پیش خونه خودش علی بود و نمیدونم خدیجه بود و ابو طالب بود و تمشون. نه، یعنی وقتی که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر قرار بود تبلیغ فقط برای خانواده خودش باشه، خب نه جنگی به وجود می آمد، نه خودش حساسیتی نشون میدادن و نه اون از سر بیرون میکردن. شما آزادی تو خونه خودتون هر اعتقادی که دارید، هر کاری رو انجام میدید، هر عبادتی رو انجام میدید، هیچ مشکلی نداره. اما زمانی مشکل به وجود آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوتش از دایره خانواده و اهل بیتش فراتر رفت. رسول الله ابلاغی رو که انجام دادن هم برای اهل بیت بوده و هم برای بقیه مردم بوده. در اینجا میگه که فرسول الله صلی الله علیه و سلم شهید علینا بما بلغنا عن الله عز وجل. یعنی میخواد این ذهنیت رو بده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط به ما ابلاغ کرده. اون گونه روایت جعلی آوردند که علی رضی الله تعالی عنه باب علم رسول الله، انا مدینه العلم و علی بابها، یعنی کسی دیگر نمیتواند مستقیما از من سوال بکند، دروازه علی هست. یعنی این که فقط و فقط از دروازه علی هست که علم رسول الله خارج میشه. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از علی رو ابلاغ نکردند، فقط به علی گفته اگر دیگران میخواند از علی بپرسن. یعنی هدف از این روایت این اجرا مونو که یعنی خود رسول صلی الله علیه و سلم را اگر کسی بخواد بهشون دسترسی پیدا بکنه در تعالیم دینی و در شریعت مقدس، فقط باید بیاد به سراغ همین چند نفری که ما داریم ذکر میکنیم و اینها هستن فقط، غیر از این دیگه نیست. خب این روایت اولی هست. و نحن شهدا علی الناس، ما شاهد بر مردم هستیم. فمن صدقناه یوم القیامه، هر کسی تصدیق بکنه ما هم اینو تاییدش میکنیم در روز قیامت. هر کسی هم که ما را تکذیب بکنه روز قیامت ما تکذیبش میکنیم. این روایت دوم این باب هست. غیر از این روایت چهارم رو، روایت پنجم، روایت سوم ببخشید، در اینجا هم که آورده که سألت ابوالحسن علیه السلام، که از امام ابوالحسن که ظاهرا در اینجا مراد موسی کاظم باشه، موسی کاظم، عن قول الله عز وجل افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فقال امیر المؤمنین صلوات الله علیه الشاهد على رسول الله. امیر المؤمنین شاهد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و یتلوه امیر المؤمنین صلوات الله علیه الشاهد على رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم على بینة من ربه. در این آیه استدلال کرده به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت علی شاهد هست بر رسول الله. علی شاهد بر رسول الله، رسول الله نمیدونم شاهد بر ائمه شاهد بر امت باشد، اون گونه که استدلال شده. الان با این روایت هم من کار دارم که بعداً اما میخوام که تمام این روایت رو، آیاتی رو که در اینجا آورده با هم کنار هم بگذاریم. بله. روایت چهارمی که در این باب اومده، روایت دوم از امام ابو عبدالله بود. روایت دوم از امام ابو عبدالله بود، امام جعفر صادق. و روایت چهارم از پدرش هست، ابو جعفر هست. روایت چهارم از پدرش هست که ابو جعفر هست. همین مطلب رو که در اون روایت قبلی اومده بود در این روایت هم اومده. قول الله تبارک و تعالی و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ادامه تا اینکه میاد تا این آیه و فی هذا القرآن لیکون الرسول علیکم شهیدا. این مطلب هست. و روایت پنجم هم که باز هم در روایت پنجم علی ابن ابراهیم هست، عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن سلیم ابن قیس هلالی، که خود کتابی رو که بیشون نسبت دادن و خودش رو بارها در برنامه ما معرفی کردیم. از امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه، که ما را شاهد بر خلق خودش قرار داده، و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارق ولا یفارقنا. خب در این روایت هم فقط یک ادعای صرف هست، یک ادعای صرف هست که هیچ گونه تطابقی با واقعیت ندارد و این دلیل دروغ بودنش هست. این که الله متعال اونها رو تطهیر کرده باشه نیاز به دلیل داره. گرچه دلایلی رو دارند که عرض کردم که ما قبل و ما بعد آیه رو بخونیم، دلیل بر تطهیر و دلیل بر اسمت نیست. و ما رو معصوم کرده و جعلنا شهدا. بحث ما روی این که شاهد هستند یا شاهد نیستند. در زمره تمام امت شاهدند.
یکی از افراد امت هستند که شاهد بر امت‌های گذشته هستند. اما اینکه فقط اینها شاهد بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، چنین دلیلی وجود نداره. حجت باشند که ما این کتاب حجت رو بررسی کردیم، حتی یک دلیل صحیح بر این که این ائمه حجت الهی بر روی زمین یا حجت‌های منسوب الهی از بر روی زمین هستند، چنین دلیلی نه در قرآن هست و نه در احادیث صحیح وجود داره. حتی بعد از انبیا دیگه حجت نیست، لعل یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. آخرین حجت وجود نداره، پیامبران الهی هستند. در اینجا گفته جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا. کجا الله متعال ائمه شیعه را قرین قرآن قرار داده؟ که یک طرف یعنی ائمه شیعه باشند، یک طرف قرآن کریم باشه، یا به تعبیر اون گونه که خودشون میگن ثقلین قرآن باشه و اطرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. بالفرض این که ما قبولش بکنیم، بالفرض این که قبول کردیم که اینها یعنی ائمه قرین قرآن باشن، جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا. در ادامه توضیح داده لا نفارقه ولا یفارقنا، نه ما از قرآن جدا میشیم نه قرآن از ما جدا میشود. الان هر انسان عاقلی ازش سوال بکنیم که آیا قرآن و اهل بیت با هم دیگر همراه هستند یا نیستند؟ نیستند. قرآن رو ما داریم اما امام رو نداریم. یا این که قائل به مفارقت باشیم چون که قرآن رو ما داریم اما امام زمان ما غایب هست، پس بنابراین امام و قرآن با هم دیگر همراه نیستند، متفاوتن. اگر قرار بر این باشه که ما معتقد بر این باشیم که نه امام زمان و مهدی آخر الزمان یا امام 12 شیعه قرآن اصلی رو با خودش برده، معنیش این میشود که مصیبت بزرگتری است. این قرآنی که ما داریم این قرآن معتبر نباشه. خب الان میریم روی آیاتی رو که در اینجا آمده و استدلال کرده. جناب مولانا اگه اجازه بدید خاطر اینکه بینندگان عزیزم استراحتی کرده باشن، ما 40 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، چون احتمال میدم که این آیات هم استدلالش مقدار طول بکشه، میام برنامه بگیریم، شما هم تنفسی کرده باشید ان شاءالله. به همراه شما بینندگان عزیز برمیگردیم درباره آیاتی که در این روایات ذکر شد، چند آیه که به اونها استدلال شد، ببینیم که تا چه حدی میشه به این آیات و برداشت از این آیات در موضوعی که ادعا میشه اعتماد کرد، برداشتی که این عده نسبت میدن به ائمه بزرگوار اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. میام برنامه رو میبینیم، برمیگردیم ان شاء الله. در خدمت شما خواهیم بود. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیبی نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا باریکلا، چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه متین مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555 آفرین، مسلطی به اعدادا، من خوشم اومد. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند.
در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با برنامه حجت بی حجت، بررسی باب یا کتاب حجت از کتاب اصول کافی. در کتاب اصول کافی بخشی به نام کتاب حجت است، کتاب الحجه، که در اون روایاتی رو مؤلف کتاب برای اثبات امامت و صفات ائمه و آنچه که متعلق به این موضوع هست رو داخل کرده در ابواب مختلفی که هست. باب 67 این کتاب رو، این کتاب حجت رو به همراه شما حضرت مولانا آغاز کردن و بررسی کردیم که 5 روایت در این باب ذکر شد که در ابتدا نظر علامه مجلسی از علمای شیعه رو در این باب مطرح کردیم که صاحب بهارالانوار از این 5 روایت 3 تا رو ضعیف دانست، درباره یکی نظر نداد و یکی دیگر رو هم حسن دانست، گرچه رو اون هم مسئله بحث اختلافی بود. اما از سند روایت هم که گذشتیم، به محتوا و متن روایت که آمدیم، در این روایات تلاش شده بود تا از آیاتی از کلام الله مجید در موضوع حجیت، در موضوع اینکه ائمه شهدای الله تعالی هستند، شهدایی که فقط اینها بر روی زمین هستند، شهدای الله تعالی، شهیدان الله و گواهان الله تعالی بر دیگر انسانها و مخلوقات، از آیاتی استفاده کرده بود مؤلف و نسبت داده بود اینها رو به ائمه بزرگوار اهل بیت در برداشت به موضوعی که میخواد ثابت بکنه. من جمله این آیات آیه 143 سوره مبارکه بقره رو ذکر کرده بود، 41 سوره مبارکه نساء و آیه آخر سوره مبارکه حج رو، که در این آیات سعی میکرد تا اثبات بکنه که ائمه فقط تنها گواهان الله تعالی بر روی زمین هستند. قرار بود که حضرت مولانا درباره استنباط از این آیات صحبت بفرمایند که از ایشون اجازه گرفتیم تا تنفسی داشته باشیم، برگردیم در خدمتتون. جناب مولانا سلام مجدد ادامه بدیم. عرض کردم که با توجه به این که اگر ما از سند صرف نظر بکنیم، باز خود متن این روایات اشکال عظیمی را داره که موجب قدح در قرآن می شود یا در امامت ائمه. یکی از این دوتا است. یکی از این دوتا خواهد بود، یا اینکه هر دوتاش تلخه. هر دوتاش تلخه، یا اینکه این بار رو بندازیم بر روی گردن راویان شیعه که اینها بودند که این روایت رو جعل کردن، ائمه اطلاع نداشتند، که اینش هم در واقع تلخه، چون که ناقلان کتاب زیر سوال میره و اساسا مذهب شیعه زیر سوال میره. هر کدامی رو که قبول بکنند ما حرفی رو نداریم، اما از این 3 گزینه چی خارج نیست. آیاتی رو که در این جا آوردند، یعنی تقریبا 4 تا آیه رو، یعنی 4 جا ذکر کرده این آیات رو، 2 تایشون تحریف شده هست و 2 تایشون اشتباهه.
تحریف شده یعنی برداشت اشتباه از آیات؟ نه برداشته، این اصل روایت یعنی تغییر یافته هست. اون گونه که ادعا میکنند که این روایت در قرآن اصلی این گونه نبوده. نزدش این قرآن تحریف شده. این قرآن تحریف شده هست، یعنی این آیه در قرآن نیست، یک آیه دیگری بوده. اهل سنت و نمیدونم ابوبکر و عمر و عثمان یا هر کسی دیگر، ناصبی و نمیدونم که دشمنان علی اومدن قرآن را، وهابیا و نمیدونم ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، هر کسی که به مذاقشون خوش میاد یک برچسبی میدن، این قرآن رو در واقع تغییر دادن. این استدلالایی که از این آیات کرده، بعضی از این آیاتش تحریف شده هست به قول آقایون و بعضیشون رو متاسفانه اشتباه خوندند. همونی هم که قاعده به تعریفش نداشته، همون اشتباه خودش تحریف لفظی اون یک تحریف در واقع حساب میشه. به طور مثال آیه 143 سوره بقره رو، آیه 143 سوره بقره رو که در اینجا در روایت دوم آمده بود، روایت ابو عبدالله هست که در اینجا این گفته بود که و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. این روایت دوم هست. عین همین آیه رو در روایت چهارم آورده بود، خدمت بینندگان من نمایش دادم. روایت چهارم از امام ابو جعفر هست، از امام باقر هست. یعنی دو تا روایت جداگانه هستند از دو امام جداگانه، پدر و پسر و از دو امام معصوم و با دو سند. گرچه در برخی از افراد سند در واقع افرادشون مشترک هست، اما چون که در بعضی از جاها تفاوت داره، خب دو سند جداگانه متفاوت شمرده میشن. خب این آیه را، یعنی آیه 143 سوره بقره رو، یکی از کسانی یا خود کسی که روایت چهارم را در اینجا ذکر کرده، روایت چهارم را دوستان نمایش بدن، از علی ابن ابراهیم قمی هست. علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی عن ابیه که از پدرش این رو روایت کرده و آیه اینجا در اینجا هست که و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این روایتی هست که در اصل کتاب اومده و این روایت در روایت دوم دقیقاً همین مطلب اومده بود از امام ابو عبدالله امام جعفر صادق. آقای قمی الان از این کتاب، از این آیه یعنی آیه 143 سوره مبارکه بقره استنباط کرد برای اثبات این ادعا. بله. که ائمه شهدای الله تعالی بر زمین است. بله. خب در کتاب تفسیر خودش همین علی ابن ابراهیم قمی که روایت چهارم از اون هست از پدرش نقل کرده و بیشترین قسمت این کتاب رو در واقع از پدرش نقل می‌کند. یعنی بیشترین روایاتش به صورت کلی، بیشترین روایات آقای علی ابن ابراهیم قمی از پدرش هست، هم در کتاب اصول کافی اومده و هم در کتاب تفسیر خودش. تفسیر قمی هست، دوستان نمایش بدن این تفسیر رو. تفسیر قمی هست، بارها اینو مشاهده کردن. ابوالحسن علی ابن ابراهیم قمی هست، از اعلام قرن سوم هجری. تفسیر قمی که آقای که معتقد هستند که تمام روایاتش روایات صحیحی در واقع هستند، آقای خویی این حرف رو میزنه. در سوره بقره در آیه در ذیل آیه 143 در صفحه 60 این چاپی است که بنده دارم، در اینجا یک روایتی رو دارد که این در واقع این آیه رو توضیح داده. و کذالک جعلناکم امة وسطا یعنی ائمة وسطا. این تفسیر کرده یعنی ائمة وسطا. وسطا یعنی چی؟ یعنی عدلا و واسطا بین الرسول و الناس. این دیگه از طرف خودش گفته. والدليل على هذا مخاطبة للأئمة عليهم السلام في قوله في سورة الحج ليكون الرسول شهيدا عليكم يا معشر الأئمة وتكونوا أنتم شهداء على الناس. یعنی چون که میخواستند که از امت ائمه را ثابت بکنند، میخواستند که این عنوان رو ثابت بکنند که ائمه ما شاهد بر مردم هستند. خب امت که مشخصه، امت همه هستند. امت رسول الله یعنی پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما تا زمانی که آیه رو تحریف نکرده باشند این معنی رو هیچ انسان عاقلی نمیفهمه. و کذالک جعلناکم امة وسطا، شما را ملتی میانه قرار دادیم، یعنی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. برای این که اینو اختصاص بدیم به ائمه اون گونه که در تفسیرش آوردن، لازمش این بود که یک دلیلی داشته باشند. دلیل از کی؟ از جانب خود الله متعال باشه یا از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله نص باشه. اما نصشون که نبود اومدند آیه قرآن را دستکاری کردند. آیه قرآن را دستکاری کردند. داره که آیه اصلش این نیست. بله اصلا میگه که و انما نزلت و کذالک جعلناکم ائمة وسطا. امتن نبوده ائمتن بوده. امتن نبوده ائمتن. نمیگه که تفسیرش این است، قبلا تفسیرم کرده، اما اضافه بر تفسیرش در اینجا تصریح دارد و انما نزلت، این آیه این گونه نازل شده، این گونه نازل شده. و کذالک جعلناکم ائمة
وسطا، ما شما را ائمه وسطی قرار دادیم. اما در قرآنی که امروزه ما مسلمانان در اختیار داریم، در اونجا ائمه وسطا نیست، بلکه امتا وسط هست. یعنی اینجور اعتقاد داره که این آیه تحریف شده اصلا تغییر شده. وقتی در قرآن این گونه نیست. یکی از این دو مورد را باید قبول بکنند. باید قبول بکنند. یکی این رو که یا آیه قرآن صحیحه، قرآن صحیحه، در اونجا بحث امامت نیست، بحث ائمه نیست. ائمه شاهدان بر خلق نیستند، بلکه تمامی مسلمانان شاهدان بر امتهای پیشین هستند. آیه قرآن در این زمینه کاملا صراحت دارد. اگر اینجوری نبود که آقای قمی نمیگفت که اصلش ائمه بوده، امه نبوده. اگر امه خودش اگر امه واضح بود که دلالت بر ائمه میکرد، دیگه نمیگفت که اصلش چیز دیگری. بله. چون که نیاز به تعویل داره، نیاز به این داره که آیه رو تحریف بکنن. از این برداشت نمیشه. بله، از امت هیچ برداشتی برای خاص به امامت نداره. هیچ نام به ائمه نداره. ائمه جزئی از امت هستند. همان گونه که کل امت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو خوندن و بر اساس شهادتی که در قرآن اومده در روز قیامت به نفع پیامبران گذشته شهادت میدن، ائمه همین شهادت رو میدهند به نفع پیامبران گذشته. در این هیچ گونه حرفی ما در این اشکالی در این زمینه وجود نداره. اما اینکه خاص این آیه این بزرگواران باشه دلیل میخواد. دلیل میخواد. دلیل چون که نبود، آقای علی ابن ابراهیم قمی رفت سراغ آیه، یک کلمه ای رو جابجا کرد، یک همزه اضافه کرد، در واقع امت شد ائمه. میگه انما نزلت و كذلك جعلناكم ائمه وسطا، ما شما را امتی وسط قرار دادیم. ائمه وسطی قرار دادیم. الان سوال من اینجا هست که خود همین آقای علی ابن ابراهیم قمی هست که روایت چهارم در واقع از خود همین علی ابن ابراهیم قمی هست. امروزه شیعه بیاند یکی از این دو مورد را اصلاح بکنند. یکی از این دو مورد را اصلاح بکنند، یا قرآن را اصلاح بکنند که اونگونه که آقای علی ابن ابراهیم قمی میگه که در امتا وسطا نبوده، ائمتا وسطا بوده، یا اینو اصلاح بکنند یا این عقیده خودشون اصلاح بکنند که در واقع هر دو مورد رو نمیتونند که انجام بدن. خب این روایت اول هست که در اینجا استدلال کرده بود. استدلال دومی که در اینجا کرده بود در روایت سوم بود. در روایت سوم با اسناد قبلی در اینجا میگه افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، در سوره هود هست، در سوره هود آیه 17 این آیه هست. خب در اینجا آیه قرآن رو همه که با هم دیدیم، افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، مشخص آیه. در قرآن ما مسلمانان هم این گونه آمده. اما آقای علی ابن ابراهیم قمی در واقع نظر دیگری رو داره. این روایت در اینجا هست، در باب در همین کتاب، در صفحه 302 این کتاب، در سوره هود آیه 17. بله، در اینجا فإنه حدثني ابی، پدرم به من گفته. این علی ابن ابراهیم عن ابیه این روایت را کرده، همون گونه که روایت چهارم از همین علی ابن ابراهیم است، پدرش بود. از یحیی ابن ابی عمران هست، از یونس هست، از ابی بصیر و فضیل هست، از امام ابو جعفر این روایت را آورده. قال انما نزلت، انما نزلت، بحث تعویل نیست، بحث تفسیر نیست، توضیح نیست. این بوده. بله، اصلش این بوده. قال انما نزلت، این آیه این گونه نازل شده. افمن کان علی بینة من ربه، منظور از کی هست؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یتلوه شاهد منه اماما و رحمه، و یتلوه شاهد منه اماما و رحمه و من قبله کتاب موسی اولئک یؤمنون به فقدموا و اخروا فی التألیف. فقدموا و اخروا فی التعریف. آیه این گونه بوده و یتلوه شاهد منه اماما و رحمه، ادعا میکند که این گونه بوده در اصل قرآن نازل شده. صراحتا در اینجا آورده که انما نزلت، این گونه نازل شده. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه اماما و رحمه و من قبله کتاب موسی، در صورتی که در قرآن این گونه نیست. در قرآن این گونه هست و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. این میخواد بگه که این کلمه اماما و رحمه که بعد از لفظ کتاب موسی در قرآن ذکر شده این جلو بوده. بله، اینو آوردن گذاشتن اون پشت تا استدلال عوض بشه. علتش این است که این آیه رو تفسیر کردند که و یتلوه شاهد منه، اون گونه که در خود روایت اومده بود. این یک کار خیلی زیرکانه ای هست که در اینجا انجام داده آقای قمی. ببینید در اینجا میگه که افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، دوستان نمایش بدن و یتلوه شاهد منه. منظور از این شاهد منه کی هست؟ قال امیر المؤمنین.
منظور از شاهد در اینجا امیرالمؤمنین هست که شاهد هست بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. منظور از شاهد کی هست؟ اینجا گفت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین هست. خب در این روایت اومده که کلمه امام و رحمت را جابجا کرده تا اینکه این شاهد را امام معرفی بکنند. در اونجا گفته شاهد علی هست. این روایت را، این آیه را تغییر داده، تحریفش کرده تا اینکه ثابت بکند که علی امام بوده. اگر این گونه که آقای قمی ادعا کرده و یتلو شاهد منه اماما و رحمه، یعنی این که این شاهد، در اونجا گفت شاهد کی هست؟ علی هست. در اینجا میگه که این شاهد امام و رحمت است، یعنی میخواد که امامت علی را از قرآن این گونه ثابت با ادعای تحریف آیه قرآن. با ادعای تحریف آیه قرآن در واقع میخواد اینو ثابت بکنه که میگه فقدموا و اخروا فی التعلیف، در ترتیب این آیه تقدیم و تأخیری صورت گرفته. در اصل قرآن هست و من قبل کتاب موسی اماما و رحمه، ایشون ادعا کرده که نه، این اماما و رحمه جایش قبل بوده، شاهد منه اماما و رحمه، یعنی این که علی امام و رحمت بوده برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر دوستان این آیه رو از مصحف هم نمایش بدن، این آیه رو برای ما نشون بدید تا بیشتر روش بتونیم صحبت بکنیم. بینندگان عزیزم روش دقت از اون بکنیم روی بخش آیه 17 هم که اصل آیه این هست که افمن کان علی بینة من ربه، آیه 17 هم رو عزیزان مد نظر داشته باشید. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، بعد از شاهد منه ما اینجا در آیه کلام الله مجید تعبیر دیگری اماما و رحمه ما اینجا نداریم. ادامه بدیم آیه رو و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. این تعبیر اماما و رحمه که اینجا بعد از کتاب موسی در قرآن کریم ذکر شده رو آقای قمی ادعا میکنه که این جاش اینجا نبوده. این اماما و رحمه جاش در خط اول بعد از کلمه و یتلوه شاهد منه بوده. یعنی اینطور بوده نعوذ بالله که افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه اماما و رحمتا و من قبله کتاب موسی اولئک یؤمنون به. این ادعا میکنه که همچین تحریفی در آیه صورت گرفته و کلمه اماما و رحمه اینجا به جای اینکه آخر تعبیر و جمله باشه بعد از کتاب موسی، جاش بعد از کلمه شاهدون بوده. این از آیه 17 هم. این ادعای تحریف داره رسما درباره این. بله، در دو مورد این از این 4 آیه که در اینجا ذکر کرده بودن، دو مورد را صراحتاً گفته که این گونه نازل شده، برخلاف قرآن مسلمانان. آیه اول رو هم اگر اجازه بدید با هم ببینیم که تا بیشتر در ذهن بینندگان بمونه. احمد جان آیه 143 بقره رو اگر بتونیم برای ما نشون بدیم که اونجا هم ادعا میکنه این آقا که کلمه امت نیست و ائمه هست. و کذالک جعلناکم، احمد جان یک زوم بفرمایید روی این آیه که ما بیشتر صحبت کنیم. و کذالک جعلناکم امة وسطا. آیه این گونه است، این آیه که ما الان در قرآن کریم پیش روی خودمون داریم. آقای قمی ادعا میکنه که این و کذالک جعلناکم ائمة بوده به جای امة، ائمة بوده تا ادعای خودش رو. این هم ممنون احمد جان. این هم ادعای آقای قمی در تفسیرش. اینجا ما در آیه قرآن امة داریم، آقای قمی ادعا میکنه که اصلش بوده ائمة، که این دیگه ادعای صراحتاً ادعای تحریف قرآن است. دوستان دوباره نمایش بدن این صفحه رو، این آیه 143 سوره بقره را میگه که و انما نزلت، این گونه نازل شده، و انما نزلت و کذالک جعلناکم امة وسطا، این گونه نازل شده. و همچنین در سوره هود در آیه 17 میگوید که قال انما نزلت، انما نزلت، این گونه نازل شده. بحث تعویلی، بحث تفسیری، بحث یک جمله نمیدونم بیانی از جانب امام نیست، صراحت در این گونه نازل شده که امیدوار هستم که در جمهوری اسلامی ایران بتونند این آیات رو در واقع قرآن رو اصلاح بکنند. اگر واقعا به این کتاب ایمان دارند، به این عنوان ایمان دارند، اگر این عقیدهشون هست، اگر حجتشون این رو گفته، خب پس بنابراین قرآن رو باید اصلاح بکنند. پس الان دو راه بیشتر ندارن. یا بعد قبول بکنن که قرآن تحریف شده که این آیات رو همونجوری که شما فهمیدید بعد اصلاح بکنن که این ائمة بوده و اونجا هم اماما و رحمه مقدم بوده بر آنچه که الان هست، یا اینکه بیان ادعا بکنن که آقا این آیات روایاتی رو که آقای کافی ذکر کرده در کتابش، آقای کنینی در کتاب کافی ذکر کرده، این روایت‌ها هیچ سندی نداره و یا هیچ دلیلی نداره و هیچ اثباتی نمیشه کرد از این آیات بر آنچه که از این آیات نمیتونیم که چون این ترجمه الباب را، این عنوان را نمیشه که از این آیات در واقع ثابت کرد. آقا یه چیزی رو هوا همینجوری گفته دیگه، حالا شما سخت نگیرید. یا این که آیات رو اصلاح بکنن در قرآن کریم، اون وقت ما قبول داریم.
قرآنشون با ما فرق داره. بله، قرآن ما رو میگیم- دیگه وسط نکشن. بله حرف تو قرآن قرآن ما همچین نباشه. چیزا اثبات نمیشه. بله اینو قرآن خودشون اصلاح بکنند به وکذالک جعلناکم ائمة وسطا و یتلوه شاهد منه اماما و رحمه، این اصلاح بکنند خب براشون مبارک باشه. حداقل شیعیان ولایی، شیعیان اثنا عشر اون قبول میکنند، موقع ما میگیم اما لکم حسابشون دینکم ولی دین. بله حسابشون از بقیه مسلمانان در واقع جدا میشه. خب این دو تا آیه بود که در این باب در واقع استدلال کرده بود. دو تا روایت دیگر در این باب هست. این دو تا روایت دوم و چهارمی که در اینجا بود از دو امام متفاوت، از امام جعفر باقر، صادق و امام باقر. بله از پدر و پسر اینها رو نقل کردن بله. با دو سند جداگانه. دوستان اینو نمایش بدن. در اینجا حسین ابن محمد هست، روایت دومی حسین ابن محمد از معلا ابن محمد از حسن ابن علی الوشا تا آخر این روایت رو که در اینجا می آورد لیکون الرسول علیکم شهیدا، لیکون الرسول علیکم شهیدا. در اینجا در پاورقی 4 ببینیم چی گفته. در پاورقی 4 در اینجا میگه که سوره حج آیه 78 و 79 آیت آخرش. بله مشخص میکنین. و فی المصحف، اما در قرآن این گونه آمده شهیدن علیکم، شهیدن علیکم آمده، جابجا کرده. اما در اینجا در آیه قرآن چی در این ادعا در روایت اومده که علیکم شهیدا، علیکم شهیدا. در پاورقی گفته که در قرآن چی هست؟ شهیدن علیکم، یعنی علیکم شهیدان نیست بلکه شهیدن علیکم هست. این مورد اول. این حرفو کی زده؟ امام جعفر صادق. الان این پاورقی رو خود مؤلف می‌نویسه یا نه کسی که این کتاب رو تحقیق کردن؟ این نسبت نه به آقای کلینی داره نه به امام جعفر. نه هیچ ارتباطی نداره که محقق مال این ناشر. کتاب بله مال ناشر هست. خب این روایت از کی هست؟ با یک سند از امام جعفر صادق نقل کردن. روایت چهارم رو سندش رو دوستان ببینند که یک سند متفاوت است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر، عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد العجلي قال قلت لأبي جعفر. اینجا بحث از امام ابو جعفر هست، یک امام دیگر امام باقر هست. امین آیه رو بازم در اینجا به همین گونه آورده و فی هذا القرآن لیکون الرسول علیکم شهیدا، لیکون الرسول علیکم شهیدا. بازم در پاورقیش آورده که فی المصحف شهیدا علیکم، فی المصحف شهیدا علیکم، اینو آورده. این تناقض در روایت به نقل از امام معصوم الان تعبیر آیه رو چیز دیگری ذکر میکنه. الان دو تا گزینه در اینجا بیشتر احتمال نداره، چون که یک مورد نیست، از دو امام نقل شده این همین حرف از دو امام معصوم نقل شده با دو سند متفاوت نقل شده و هر دوتا باز به یک شکل. بله هر دوتا هم این آیه رو اشتباه خوندن. الان ما دو تا گزینه اینجا بیشتر نداریم، یا این که این راویان علی ابن ابراهیم قمی از پدرش و نمیدونم محمد ابن ابی عمیر و ابن عزینه و برید عجلی اینها اشتباه کردند، دروغ گفتند، اینها آگاه به قرآن نبودند، امام یک چیزی دیگر گفته بود اینا یک چیز دیگر میگن. اگر واقعا هر دو تا روایت حرفشون رو ما قبول بکنیم، چون که دو نفر هستند از دو امام متفاوت این حرف رو زدند، معنیش این میشود که ائمه شیعه قرآن بلد نبودند. ادعایی که روایت داره میگه. روایت اگر روایت رو قبول بکنیم معنیش این هست یا راویان شما به ائمه دروغ بستند و قطعا دروغ بستند. ائمه شیعه حافظ قرآن بودند. این نظر ماست. نظر ما هست. اگر که دقیقا من نمیدونم کدوم یکیشون حافظ کل قرآن کریم بوده، اما میدونم که آشنای به قرآن بودند، عالم به قرآن بودند و قرآن رو شب روز در واقع تلاوت میکردن. امکان نداره که هر دو امامشون جز برترین ائمه شون هستند از بقیه ائمه بعدی، یعنی ائمه شیعه در بحث علم و در بحث علمشون بله از علی و حسن و حسین بگذاریم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. بعد از این امام زین العابدین و باقر و امام جعفر جز برترین ائمه شیعه بودن از نظر علم و فضل، حتی در رتبه و مقام. بله در رتبه و مقام. پس بنابراین یا راویان در اینجا دروغ بستند، این روایت رو جعل کردند و خصوصا که در هر دو تا روایت این آیه رو اشتباه خوندن، معلوم می شود که جاهل این روایت اون کسی که روایت رو جعل کرده یک نفر بوده، ناآشنای به قرآن بوده. این عقیده من هست، این عقیده من هست. اما اگر شیعه بخواد ادعا بکنه که چرا این حرف رو زدی، با دو سند این نقل شده، از دو امام مختلف و متفاوت این نقل شده، در دو زمان متفاوت این نقل شده،
و قابل حجت است. قابل حجت هست برای ما. در کتاب اصول کافی اومده که این کتاب رو نمیدونم روایاتش رو امام مهدی در واقع تایید کرده یا کلینی جز برترین ائمه ما هست، اصول کافی جز برترین کتاب‌های ما هست، باید قبولش بکنیم. پس بنابراین معنیش این می شود که ائمه شیعه با قرآن کریم آشنایی نداشتند. چون آیه‌ای که اینجا ذکر میکنه که سوره حج این گفته است، در سوره حج این نیست. این نیست. فرق میکنه تعبیرش. یا ائمه قرآن رو بلد نبودند یا این که راویان شیعه در واقع دروغ گفتند. یکی از این دو تا رو باید پذیرفت. که ما اولی رو پذیرفتیم. ما اولی رو پذیرفتیم که راویان شیعه دروغ گفتند. ائمه بزرگوار اهل بیت بعید است. بعید است. و این تهمتی است که به اونا زده شده. اگر آیه رو هم نمایش بدید. آیه رحمت جان نشون بدید تا متوجه بشیم که عزیزان بیشتر متوجه بشن که روایت چه میگفت و آیه چیست. در این روایت ادعا میشد که آیه آخر رو ببینیم با هم احمد جان. قبل آخر بیار بالاتر که همین خط آخر، بله، در همین آیه آخر و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. اینجا محل شاهد ماست. لیکون الرسول شهیدا علیکم. آیه این گونه است که لفظ شهیدن اول ذکر شده، لفظ علیکم بعداً ذکر میشه بعد از کلمه شهیدن. اما در روایت میگفت که آیه این گونه است لیکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی کلمه شهیدن و علیکم رو جا به جا ذکر کرده بود. آیه آخر سوره مبارکه حج تعبیر این گونه است لیکون الرسول شهیدا علیکم. اما در روایت گفته شده آیه آخر سوره حج لیکون الرسول علیکم شهیدا بوده. حالا اگر نبوده هم روایت این گونه میگفت که آیه این گونه است و در حالی که در قرآن سوره حج آیه آخر این نیست. و در هیچ جای قرآن ما همچین تعبیر نداریم. لیکون الرسول با لام نیومده لیکون الرسول علیکم شهیدا و این تعبیر نداریم. خب این یک بحثی که در مورد آیات و روایت هست. عرض کردم این روایت ارزشی رو نداره. از این آیات شیعه نمیتوانند به نفع خودشون استفاده بکنند مگر این که معتقد به تحریف باشند، اونگونه که علی ابن ابراهیم گفته. یه حرف علی ابن ابراهیم قمی رو قبول بکنند که آیات عوض شده، یا بگن باید قبول کنن قرآن تحریف شده، یا اون وقت این در واقع میتونند این جایگاه رو برای ائمه ثابت بکنند، یا قبول بکنند که این قرآن تحریف نشده، این راویان دروغ گفتند و چنین مقامی و منزلتی برای ائمه ثابت نیست. یا هم که اعتراف بکنن که اصلا این آیات هیچ اثبات، هیچ دلیلی برای آنچه که ما گفتیم نیست. آیام تعریف نشده اما هیچ برداشتم نمیشه از این کرد. باید رد بکنن اون ادعا. غیر از این وقتی که برمیگردیم به روایات شیعه، روایت اهل سنت و الجماعت به جای خودش، به روایات شیعه وقتی که برمیگردیم این جایگاه شاهد بودن بر روی زمین رو این رو برای عموم شیعه هم ثابت کردند. در این باب استدلال شده، بله در این باب استدلال شده که فقط ائمه شاهدان الله متعال هستند بر روی مخلوقات. خاص بله این جزء ویژگی های آیه رو هم تحریف کردن، گفتن که در واقع این ائمه وسطا بوده لتکون شهدا علی الناس. اما در روایت من که زیاد این وارد این بحث نمیشم، اما به عنوان مثال یک چند روایت رو خدمت بینندگان عزیز نمایش میدم که در کتاب‌های شیعه اومده که عموم شیعه شاهد بر خلق هستند، عموم شیعه شاهد بر مخلوقات الهی در واقع هستند. به طور مثال روایتی هست در کتاب بحار الانوار، در کتاب بحار الانوار، دوستان اگر نمایش بدن این کتاب را که بارها هم دیدن دوستان، این جلد 23 و 24 این کتاب هست. جلد 23 و 24 هست و این حدیثی که من میخوام نمایش بدم در جلد 24 این کتاب هست. در جلد 24 صفحه 327 هست. جلد 24 صفحه 327 که در اینجا در واقع درد شده و از این چاپی که بنده دارم جلد 24 صفحه 381 هست. 381 و این جلد کتاب هم در واقع جلد 12 هست. این چاپ پشورده‌ای که دو جلد رو با هم چاپ شده. در اینجا یک روایتی رو در اینجا آورده
روایتی رو در اینجا آورده. روایت تفسیری هست، خیلی طولانی هست. این روایت اصلش در اینجا هست، روایت 41 هست، از کنز این آورده. جاء فی تفسیر اهل البیت، در تفسیر اهل بیت اومده. از عمرو بن شمر، از جابر، از ابی جعفر اومده، از امام باقر اومده. و در ادامه این روایت که این آیاتی از قرآن کریم رو در اینجا تفسیر کرده. این همین روایت هست تا اینکه ادامه داره صفحه بعدش، این همین روایت رو تا اینکه در آخرش در اینجا این آیه رو و ما یعلم جنود ربک الا هو، و ما یعلم جنود ربک الا هو، سپاهیان پروردگارت رو کسی جز خودش نمیشناسد. فقط خودش میداند که چه مقدار سپاهیان دارد و چه کسانی در واقع جز سپاهیان الله متعال هستند. خب در اینجا تفسیری که از امام ابو جعفر نقل شده، تفسیری که از امام ابو جعفر نقل شده، امام باقر، امام ابو جعفر میگه فجنود ربک هم الشیعه، جنود پروردگار شیعیان الله یعنی شیعیان هستند. این تعبیر جالبی هست بازم در اینجا. جنود ربک منظور مدثر آیه که اینجا استنباط میکنه که شیعه هست. شیعه است. فجنود ربک هم الشیعه، هم الشیعه و هم شهداء الله فی الارض، و هم شهداء الله فی الارض، و شیعیان شاهدان و گواهان الهی هستند در روی زمین. این روایت رو هم نسبت میدن به امام باقر. امام باقر. شما قبلا از امام باقر آوردید که شاهدان الهی بر روی زمین ما هستیم، رسول الله گواه بر ما هست، ما گواه بر بقیه هستیم. یک بابی رو در اونجا منعقد کردید که در واقع باب ان الائمه شهداء الله علی خلقه. حتی به خاطر اثبات این ادعاتون آیا معتقد به تحریف آیات شدید؟ معتقد به تحریف قرآن شدید، قرآن رو در واقع زیر سوال بردید، تحریف کردید به خاطر اینکه این حرف رو ثابت بکنید. اما باز هم در اینجا آوردید و روایتی رو از خود ائمه، از خود امام ابو جعفر امام باقر دوباره روایتی رو آوردید که تمام شیعیان همهشون سپاه اللهند، جنود پروردگارند، حزب الله هستند و هم شهداء الله فی الارض، و تمامی شیعیان شاهدان الهی بر روی زمین هستند. تناقض. ما کدوم یکی رو قبول بکنیم؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و جالب اینجا هست که خود آقای کلینی در همین کتاب فقط چند صفحه قبلش الان دوستان نمایش بدن، صفحه 190 این کتاب هستیم. این روایت رو ما قبلا بررسی کردیم. صفحه 190 این کتاب هستیم، جلد 1 صفحه 190 هست. همین بابی که الان مورد بررسی فی ان الائمه شهداء الله عز وجل علی خلقه. چند صفحه وقتی که برمیگردیم به قبل، صفحه 181 این کتاب، صفحه 181 این کتاب که قبلا این باب رو در جلسات گذشته، بله، در اینجا روایتی وجود داره. روایت پنجم هست، روایت پنجم، حسین ابن محمد معلا ابن محمد از امام ابو عبدالله این رو در واقع روایت کرده. از ائمه بعد از سألت ابا عبدالله عن الائمه بعد النبی، سوال کردند که ائمه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کسانی هستند؟ فقال کان امیر المؤمنین امام، اول امیر المؤمنین امام بود، بعدش حسن امام بود، بعدش حسین امام بود، بعدش علی ابن حسین امام بود و بعد از آن محمد ابن علی امام بود. و من انکر ذلك کان کمن انکر معرفت الله تبارک و تعالی و معرفت رسولی. هر کسی این رو انکار بکند خدا و رسول رو در واقع انکار کرده. ثم قال قلت ثم انت، راوی میگه من بهش گفتم خب بعد از اون دیگه توی نوبت تو در واقع رسیده، یعنی خود امام جعفر. علی امام بوده، حسن امام بوده، حسین امام بوده، زین العابدین امام بوده و باقر هم امام بوده، بعدش نوبت شما هست. قلت ثم انت جلت فدا فعددتها عليه 3 مرات، 3 مرتبه سوال کردن. فقال لي اني انما حدثتك لتكون من شهداء الله تبارك وتعالى في ارضه. ای بابا، میگه من این حرف رو به تو گفتم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو جزء شاهدان الهی بر روی زمین باشی. انما حدثتك لتكون من شهداء الله تبارک و تعالی فی ارضه. من این حرف رو، این مطلب رو به تو گفتم تا اینکه در روز قیامت تو جزء شاهدان الهی بر روی زمین قرار بگیری. همین الان که از امام جعفر نقل کرده بودن که ما خودمون فقط هستیم. بله، از خود امام جعفر نقل کرده بودند که شاهدان الهی بر روی زمین فقط ما هستیم، ما بر روی ملت شاهد هستیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شاهد است. اون روایت اولی از امام باقر بود
که بازم در واقع برخلاف این مطلب آورده بود در اونجا که از تفسیر کنز و در بهار اون آورده بود که تمام شیعه جنود الهی هستند و تمامشون شاهدان الهی بر روی این زمین هستند. در این روایت از امام ابو عبدالله نقل کردند که ایشون به نفری که گفت که امامان فلانی و فلانی فلانی بودند، من این حرف رو گفتم به خاطر اینکه تو جزو شاهدان الهی در روی زمین قرار بگیری. یعنی هر کسی که ائمه را بشناسد جزو شاهدان الهی بر روی زمین قرار میگیره. همیشه جزو شاهدان الهی هستند. کسی که ائمه را بشناسه جزو شاهدان الهی است. پس این منحصر کردن این درجه بر ائمه بزرگوار اهل بیت چه مزیت و فضیلتی داره برای این؟ یکی از این دوتا اشتباهه. یکی از این دو مطلب اشتباهه. یا این روایات رو قبول بکنند به اضافه تحریف قرآن، یا این روایات را به اضافه تحریف قرآن قبول بکنند. روایات این باب را فی ان الائمه شهداء الله عز وجل علی خلقه، روایات این باب را با اون چیزی که آقای قمی گفته که آیات در واقع تحریف شده، امه نبوده ائمه بوده و این آیات رو که اشتباه در واقع هم که خونده بودند، یا این آیات اشتباه و تحریف شده را و این روایات را قبول بکنند. خب ما قبول میکنیم، ما قبول نمی کنیم. خود شیعه در واقع قبول بکنند که بله شاهدان الله متعال در روی زمین فقط و فقط ائمه اثنا عشر شیعه هستند، 12 نفرند و بیشتر نیستند. یا اینو قبول بکنند یا روایت دیگری که غیر از این در واقع فراوان هست که تمام شیعیان جز شاهدان الهی بر روی زمین هستند. هر کدوم رو قبول کردند برایشون در واقع مبارک باشه. اما ما معتقد هستیم که این روایات چون که با قرآن تضاد داره، با روایات صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تضاد داره، اینها حرف ائمه شیعه نیست. ائمه شیعه انسان‌های بزرگواری بودند، عالم به قرآن بودند، استدلال هایی که از قرآن می‌کردند مطابق با عقل بوده، مطابق با نقل بوده، ادعای پوچی رو نکردند، استدلال باطلی رو نکردند و تمام اینها ساخته و پرداخته راویان جاهل و بی علمی هست که در این زمینه در واقع سودجویی کردند، خودشون ذی بهره بودند، به خاطر این اومدن این روایات رو جعل کردند تا اینکه شیعیان بیچاره رو در واقع جیبشون رو خالی بکنند، مالشون رو در واقع بگیرند و ناموسشون رو به عنوان متعه در واقع سوء استفاده بکنند و موارد دیگری که در واقع از کل نام ائمه اثنا عشر در واقع سوء استفاده کردند. پس بنابراین ائمه شیعه از این ادعاها پاک و مبرا هستند و چون این حرفی رو نزدند و هیچ وقت معتقد به تحریف قرآن نبودند. این تحریف قرآن و این ادعاهای باطل فقط و فقط از ناحیه راویانی اومده که نه تنها دوست ائمه نبودند بلکه دشمنان ائمه هم بودند و هیچ انسان عاقلی نباید در پی و دنبال رو چنین راویان جاهل و منحرف و کافر به قرآنی باشه. مگر اون کسانی که به دنبال دست یافتن به اغراض شخصی خودشون هستن میخوان بازار بردگی همچنان داغ بمونه تا به نام دفاع از ناموس و به نام دفاع از اهل بیت ناموس و مال و زندگی مردم رو به تاراج ببرن. ممنونم جناب مولانا. به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم برمیگردیم همچنان ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع و برنامه. آخوند شور. ولایت امیر مومنان علیه السلام برای همه مخلوقات حتی بر جمادات عرضه شد. هر آبی که ولایت امیر مومنان رو قبول کرد شیرین شد، هر آبی که قبول نکرد شور شد. حاج آقا، همه عالم می‌دانند که آب تمام دریاهای آزاد دنیا و تمامی اقیانوس‌ها شور است. پس آیا همه آنها دشمن اهل بیت هستند؟ آیا یک دوستدار اهل بیت اجازه شنا کردن در این آبهای شور و دشمن اهل بیت را دارد یا نه؟ تکلیف ماهیانی که در این آبهای دشمن اهل بیت رشد می کنند و تمام وجودشان پر از دشمنی اهل بیت است چه می شود؟ حلال گوشت هستند و یا حرام گوشت به شمار می روند؟ حاج آقا، آیا این آبهای جنوب ایران هم که همه شور هستند دشمن اهل بیتند؟ اگر آبهای جنوب ایران هم دشمن اهل بیت هستند، پس چرا انقدر اصرار دارید که آن را به ایران نسبت دهید و میگویید خلیج همیشه فارس و خلیج تا ابد فارس؟ بگذارید این دریای دشمن اهل بیت
همان نام خلیج عربی را یدک بکشد و از این دشمن بزرگ اهل بیت حمایت نکنید و دامان خود را با حمایت از دشمنان اهل بیت لکه‌دار نسازید. از قدیم گفتند مال بد پای ریش صاحبش. این خلیج دشمن اهل بیت را بدهید به عربها و دریای خزر را پس بگیرید. آج آقا مگر نفرمودید که هر آبی که ولایت امیر مومنان رو قبول کرد شیرین شد. خب این دریای خزر که بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیاست و بنا به اعتقاد شما بزرگترین دریای دوستدار اهل بیت است، چه گناهی کرده بود که آن را دو دستی تقدیم روسیه دشمن اسلام و مسلمین کردید؟ چرا بزرگترین دریای دوستدار اهل بیت را مفت بخشیدید و برای داشتن یک دریای بزرگ دشمن اهل بیت درگیرید؟ چرا با فروش پول نفت و گاز دریای خلیج دشمن اهل بیت شکم دوستداران اهل بیت را سیر می کنید؟ هر آبی که ولایت امیر مومنان رو قبول کرد شیرین شد. هر آبی که قبول نکرد شور شد. آج آقا، آب شهر قم از بس که شور است، آب خوردن این شهر را از تهران می آورند. به نظر شما چرا آب مرکز شیعیان دنیا دشمن اهل بیت است و امامت را قبول ندارد؟ و چرا منطقه جمکران که مسجد خاص امام زمان شیعه در آن است آبی شورتر از قم دارد؟ آیا آب این منطقه هم منکر وجود امام زمان است و آن را قبول ندارد؟ راستی آج آقا، شوری آب که به خاطر نمک آن است، نظرتان درباره خود نمک چیست؟ آیا جایز است که این دشمن اهل بیت را بر روی غذای خود بریزیم و یا ترجیح می دهید که دوستداران اهل بیت غذای بی نمک بخورند و با تحریم نمک حال این دشمن اهل بیت را بگیرند و حسابش را کف دستش بگذارند؟ نظرتون درباره تجارت نمک و خرید و فروش این دشمن اهل بیت چیست؟ آیا پولش حلال است؟ ظاهراً آج آقا هیچ جوابی ندارند و مشغول عزاداری و نوحه خوانی بر این شورستان هستند و اشک میریزند. اتفاقا خوب شد یادم افتاد، حاج آقا، این اشک شوری که از چشم شما در عزاداری خارج می شود دشمن اهل بیت است و یا دوست اهل بیت؟ اگر دشمن است پس چرا اشک شده و به خاطر آنها می ریزد؟ و اگر دوست است پس چرا شور است؟ در آخر ما که نفهمیدیم چی شد. بیا تا شورتر نشده نمکش را کم کنیم وگرنه کلیپ ما نیز شور می شود و دشمن اهل بیت می گردد. قضاوت نمک کلیپ با شما.
بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با برنامه حجت بی حجت. فقط یادتون باشه زیاد نمک نخورید، دشمن اهل بیت میشید، شور میشید. تماس‌های تلفنی رحمت جان وصل خواهد کرد. عزیزانی که دوست دارن در موضوع برنامه با ما مشارکت کنن تماس بگیرید و انشاءالله در موضوع برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید که آیا تناقض موجود در بین ادعا و دلیل کدوم یکی رو شما میپذیرید؟ دروغ راویان یا خدای نکرده مسئله عدم علم امام معصوم به آیات کلام الله مجید و استدلال نابجا از این آیات در ادعای آنچه که مطرح گردید که ائمه شهداء الله تعالی بر روی زمین هستند؟ چون آقای قمی با مطرح کردن این موضوع که این آیات تحریف شده اند خودش رسما اعتراف کرد که از آنچه که فعلا موجود است در قرآن کریم نمیشه این ادعا رو اثبات کرد و در اصل این گونه بوده و تحریف شده است. اولین تماس برنامه امروز رو میگیریم. سلام علیکم. سلام بیننده گرامی، شما رو خط هستید، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید بیننده عزیز؟ اسم من حاجی جاوید از استان پروان با شما به تماس هستم. حاجی جاوید جان، نظر شما درباره این آنچه که مطرح شد چیست؟ شما کدوم یکی از اینها رو میپذیرید؟ دروغ راویان یا خدای نکرده اشتباه امام؟ با در نظر داشته ای که برادران اهل تشیع همیشه خواستن و کوشش کردن که در راه دین اسلام و یا ای که اهل سنت و جماعت به نام وهابی بشناسن هیچ دلیل و حقیقت و یا بدلان حقیقت نمیشه. خداوند خودش در قرآن عظیمشان فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آنموده که برموک ترتیبه که قرآن عظیمشان خداوند فرستاده، آنموده تضمین کرده که در این هیچ نوع تغییر، هیچ نوع کجی، هیچ نوع دروغی وجود نداره. اما برادرایی که اهل شیعه هستند و خود راویان آیات میدانند اینا خوب میفهمن که حقیقت تا بر کجاست، ولی با تأسف بگوییم که اینا عوام پریدی میکنن، اینا خود بازی میدن، اینا خود گمراه میسازن و اینا اصلا میخواهن که امو پیروان خود به اصطلاح به گمراهی بکشانن. در صورتی که پیروان جا حق را بدانن باز در وقت دنبال از آدمای دروغگو و بازارشون کساد خواهد شد. بازارشون کساد خواهد شد. بازارشون کساد. متشکرم جاوید جان عزیز از مشارکت شما در این برنامه. جناب سلیمانی صاحب من سوالم داشتم. اگر در چارچوب موضوع برنامه باشه ممنون میشیم که اگر خارج از موضوع هست باز به برنامه‌های مرتبط منتقلش کنیم. خب سوال من مربوط معراج محمدی صلی الله علیه و سلم است. می‌خواستم در این باره اگر شما چون موضوع برنامه این نیست اجازه بدید که ما در چارچوب موضوع باقی بمانیم، چون اگر این مجال باز شد باز خارج خواهیم شد. روز دوشنبه ان شاءالله در برنامه فتوا تماس بگیرید، حضرت مولانا ان شاءالله پاسخ خواهند داد. بسیار زیاد تشکر. متشکرم. ممنون از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت، بفرمایید. سلام خدمت استاد بهبان. سلام علیکم. خودتون رو معرفی میفرمایید برادر بزرگوار. محمد هستم از مشهد عزیز گرامی. آقای حسینی. جانم بله. جناب آقای حسینی نظر شما چیست؟ الان ما در آنچه که مطرح شد از کتاب اصول کافی در این بابی که مورد بررسی بود، بله امامان در چارچوب موضوع من سوالمو مطرح نکردم قربان، اگه اجازه بدید من سوال من سوال کنیدم. بفرمایید. امامان برای همینن که تحریفات قرآن و سنت و اطاعت رو بیان کنن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که هفته پیش استاد گفتن، برای همین امامان رو قرار داده که کتاب رو از تحریف و سنت و اطاعت رو که شما به زنان پیغمبر فرض کردید. آقای حسینی شما پس میفرمایید که شما معتقد به تحریف هستید؟
که قرآن تحریف شده؟ بله الان شما گفتین دیگه کافی، قمی، تمام بزرگان، الان نگفتین آقای خویی گفتن تمام کتابای تمام. بله آقای خویی نظرش اینه که آقای خویی نظرش اینه که تمام آنچه که در کتاب تفسیر قمی آمده صحیحه. یعنی آقای قمی هم قائل به تعریف، با توجه به فرموده شما آقای خویی هم قائل به تحریف قرآن هست. خب میشه که تمام روایات تفسیر قمی رو تایید کرده باشن اما تحریف رو قبول نداشته یعنی باشن. شما میفرمایید که الان این قرآن تحریف شده، این قرآنی که الان پیش ماست این قرآن اصلی نیست، قرآنی که اهل سنت دارن و حتی بین شیعه هست. بله وقتی صراط علی مستقیم رو صراط علیه کردن، یعنی خب صراط الان من یه سوال دیگه دارم جناب آقای حسینی، شما فرمودید که خب امام آمده تا تحریف‌های صورت گرفته رو مطرح بکنه، یعنی فرمودید خلاصه صحبت شما این هست که قرآن موجود، آنچه که در بین امت اسلامی هست، این قرآن اصلی نیست و این قرآن تحریف شده هست. میشه بفرمایید الان یک مسلمان به عنوان یک مسلمان بخواد پیرو قرآن باشه، این قرآن اصلی رو از کجا باید پیدا بکنه؟ خب تحریفات قرآن رو دیگه خودتون هم الان دارین میخونین دیگه شما. یعنی ما باید بریم طبق روایت ها، بریم سراغ روایت های آقای کافی و آقای مجلسی و بعد ببینیم که اصل قرآن چی بوده. آقای کافی و مجلسی به ما قرآن اصلی رو معرفی میکنن. بله وقتی که علی علیه السلام قرآن رو آورد نزد عمر، چرا اون نگرفت اون قرآن رو؟ الان صحبت ما فعلا هست جناب آقای حسینی. جناب آقای حسینی الان وظیفه من سلیمانی با این اعتقاد که این قرآن کلام الله متعال است رفتم و این کتاب رو حفظ کردم. شما میفرمایید من سعی بیهوده بردم و تلاش بیفایده کردم. خب من الان میخوام قرآن حفظ بکنم، الان از کجا پیدا کنم اون قرآن اصلی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده تا مشرف بشم به حفظ آیاتش؟ بسم الله. خب میشینین کنار استاد دهقانی از ایشون یاد میگیرین که تحریفات قرآن چی بوده. شما الان دارید شوخی میکنید، شوخی میکنید با بنده یا واقعا دارید یک بحث علمی میکنید؟ نه دیگه منم از آقای دهقانی یاد گرفتم که امام صادق فرمودن قرآن تحریف شده، تحریفاتشو بیان میکنن. شما الان تا به الان از استاد یاد گرفتید که قرآن تحریف شده، یعنی این اعتقاد رو نداشتید؟ نه باور کنید من قشنگ از استاد یاد گرفتم که خب استاد که از جیب خودشون در نیاوردن که، استاد از مجلسی و رسول کافی گفتن و از بقیه بزرگان شما و خودشون هم فرمودن که هیچ باور به اعتقادی به این آنچه که نسبت داده میشه به ائمه بزرگوار اهل بیت ندارن. خب بالاخره ایشون اعتقاد ندارن، وقتی ایشون بیان اما شما اعتقاد دارید. ما اعتقاد پیدا خیلی ممنونم، متشکرم آقای حسینی. از صراحت لهجه شما من سپاسگزارم، از صراحت لهجه شما که نحن نزلنا الذکر، یعنی ما قرآن رو در نزد امامان لا یفترق حتی یرد علیه الحکم محفوظ داشتیم که به دست عمر و ابوبکر و الان آقای حسینی یک سوال دیگه به عنوان سوال آخر. الان منی که به معتقد به تحریف قرآن نیستم، حکم من چیه؟ مسلمونم؟ شما به قرآن میشین، یعنی کسی که من اعتقادم اینه که قرآنی که بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده همون چیزی است که دم دست منه، نه یک کلمه اضافه‌تر نه کمتر. خب این شخص میشه کسی که یعنی قائل به این شده که الله در قرآن تفرید کرده در موضوع امامت. من مسلمانم یا کافرم؟ الله میشه. آقای حسینی برادر عزیزم، یک کلمه از جواب بنده، مسلمانم یا کافر؟ کاملا مسلمانی، چون خود امام. چطور من مسلمانم وقتی که به نسبت اعتقادی که من به اون کتابی که من الان امام میگه تحریف شده من قبول ندارم این روایت رو؟ خب کافر به ایمان غیر از کافر به قرآنه. ما همه رو نه کافر به ایمان و نه یکفر بالایمان فقط حبط عمله و فی الاخره من الخاسرین. آیا من که اعتقاد دارم که آیا شما میفرمایید آیا امام معصوم مگر نمیفهمید امام معصوم گفته تحریف شده؟ آیا تکذیب عصمت، تکذیب امام معصوم کفر نیست؟ عمدن و جهل باشه چرا؟ من از روی جهل این صحبت رو نمی کنم. من میدانم چی میگم. نه نابالغم، نه نادان و جاهل هستم و نه ناآشنا به دلایل. تمام دلایلی رو که خوندم قبول نکردم. تمام روایتایی رو که شما گفتید من قبول نمی کنم. ابلاغ هم به من شد، تبیین هم شد، گفته هم شد، فهمیدم، درکش هم کردم، اما ردش میکنم.
مسلمانم. این میشه جاهد به امر امامت. کافرم یک مسلمانم. کفر به ایمان میشه، کفر به اسلام نمیشه. من یعنی به ایمان کافر شدم، یعنی ایمان ندارم. خیلی ممنون. بله. ممنونم، متشکرم از صراحت لهجه شما. متشکرم آقای حسینی عزیز. اجازه بدید که بقیه وقت رو به دیگر عزیزان هم بدیم. عزیزان دیگه هم رو خط هستن. من متشکرم از تماس شما و تشکر میکنم از صراحت لهجه شما که خیلی راحت مطرح کردید. شما گروه دوم رو پذیرفتید دیگه، گزینه دوم که راویان کاملا درست گفتن، قرآن تحریف شده و آن چیزی که امروزه به اسم قرآن دست ماست، ما دلمون خوشه دیگه، بالمعتریم خیلی خودمونی تر بگیم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میفرمایید. خواستم با آقای دهقان. شما رو خط هستید، صدای شما در استودیو در حال پخش. خودتون رو معرفی بفرمایید. من جلال محمد رضا. آقای محمد رضا. بله. شما نظرتون درباره آنچه که مطرح شد در برنامه چی هست؟ آیا آنچه که در روایت‌های مطرح شده مشاهده کردید، شما این تضاد رو گردن راویان میاندازید یا معتقد به تحریف قرآنید شما هم؟ از حضور مبارکتون که تحریف قرآن رو خوب به چه معنا بگیریم؟ اگر به معنای کم و زیاد بگیریم یا به این که مثلا جابجایی صرف باشه. اگر کم و زیاد باشه که خب روایاتی که من دیدم آیه دهقانی موردی بررسی قرار دادن هیچ کنم قالب کم و زیاد نبود. چرا کم و زیاد نبودن؟ شما برادر عزیزم محمد رضا جان، آنچه روایتی که مطرح شد یکی از روایات این بود که کلمه ائمه بوده. آیا این نقص و زیان نیست؟ این نقص در کلمه است. نه اگر چنین چیزی باشه 100% این عیب از راویان بودن و ائمه ما به هیچ وجه قائل به این مطلب نیستن. شما قائل به تعریف قرآن نیستید در کل به معنای اینکه نقص و زیاد. من با شما در اون موضوعی که شما میفرمایید بحث برداشته های فقهی، تعبیرات و اینکه ترجمه های مختلف، اختلاف روایات، در اون موضوع من با شما حرفی ندارم. آیا در کلیت موضوع تحریف قرآن چنان که آقای حسینی قبل از شما صحبت کردن که نه این قرآن آیاتی حذف شده، اضافه شده، با این موافق نیستید؟ نه و نظر شما درباره کسی که معتقد به این باشه چی هست؟ کسی که معتقد به تحریف قرآن باشه کافر است یا مسلمانه؟ حالا من اگر تحریف لفظی قرآن، نه کسی قائل به تحریف لفظی قرآن نباید بشه. حالا من اگر باشه حکمش چیست؟ من میگم من سنی نه من میخوام با شما صریح صحبت کنم تا مجامله رو بگذاریم کنار. من سنی نظرم اینه که هر کسی که بر این اعتقاد باشه که قرآن تحریف شده، تحریف لفظی، بحث نسخ به جای خود محفوظ است، تحریف شده، اون انسان کافر است و اگر از این اعتقاد خودش توبه نکنه خالداً مخلداً فی النار میمونه، در آتش دوزخ. آیا شما این اعتقاد رو دارید؟ ببینید من همین اعتقاد شخصیه، حالا من کاری به عامه شیعه ندارم. اعتقاد شخص شما چیه؟ اعتقاد شخص من که کسی قائل به تحریف قرآن باشه به عنوان یک شیعه مسلماً کافر میدونم. آقای قومی الان آقای قومی رو شما کافر میدانید؟ نه. آقای کلینی رو، آقای مجلسی رو، آقای طبرسی که یک کتاب نوشته فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب و 1000 دلیل آورده براش، اینا رو کافر میدانید شما؟ ببینید در کتاب کافی یا در کتاب بحارالاموال اونی که علمای ما برای ما گفتن روایات صحیح و سقیم درش زیاد هست. یه مجتهدین ما هستن که تشخیص بدن کدوم روایت صحیحه کدوم روایت سقیمه و ضعیف. روایت هایی رو که روایت تحریف قرآن برادر عزیزم دلیل که علامه مجلسی قائل به این مطلب باشه، نه اخبار را جمع کردن. بحارالاموال جامع الاخبار است، اما صحیح و سقیم دلیل نمیشه که خود علامه قبول داشته. آقای مجلسی تصریح داره در باب فضائل قرآن و روایت هشام بن سالم که میگوید قرآن 17,000 آیه بوده. آقای مجلسی تصریح داره که این روایت صریح است و با لفظ صریحی میگوید که روایات تحریف قرآن به اندازه روایات امامت هست و متواتر هست. از این صراحتشون بیشتر میخواهید؟ میشه من روایت ببینم الان به من نشون بدین که کلمه تصریح به کار برده باشه؟ خود آنچه که در اصول کافی ذکر میشه میگه قرآنی که بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شد 17,000 آیه.
خب ببینید شما این قسمت رو دیدین، منم اذعان میکنم که روایاتی که در اصول کافی هست، مخصوصا روایاتی که آخر باب قرآن هست، این مطلب رو گفته شده. ولی خب این نکته رو ما اعتقاد داریم که روایاتی که در اول باب ذکر میشه روایات صحیحه و هر چه روایات رفته به طرف آخر روایات ضعیفیه. یعنی نمیشه. عرض من این بود که آقای مجلسی قبول دارید حرفیشون یا نه؟ جز علما محدثین معتبر شما هستند یا نه؟ ایشون به عنوان کسی که روی کتاب اصول کافی کار کرده، این روایت قرآن 17,000 آیه‌ای رو ایشون میگویند که صحیح هست. یعنی قرآن اصلی 17,000 آیه بوده، حداقل 2/3 قرآن الان گم شده. ایشون میگه نه تنها صحیح هست بلکه متواتر هم هست این تحریف قرآن. باور بفرمایید من این مطلب رو اولین بار جانب شما دارم میشنوم. یعنی علمای ما راجع به آیت علامه مجلسی هیچ وقت نظر رو ندارن. جناب برادر عزیزم که ایشون گفته آقا من قبول دارم که قرآنی که بر رسول الله نازل شده 17,000 آیه است و الان 6,000 خورده، اینو به من نشون بدین. برادر عزیزم آقا محمد رضای عزیز، بله. آقا محمد رضای عزیز، بله. شما لطف کنید که ظاهرا شما همونجوری که خودتون فرمودید اولین بار که همچین روایتی رو میشنوید، شما برید یه تحقیقی بکنید بدون هیچ گونه تعصبی، بدون برادر عزیزم ببینید الان موضوع بحث تحریف قرآن نزد شیعه از هر من الشمس و آنچه که ما بارها در کلیپ های مختلف واضح کردیم، ما حتی اعترافات علمای شما رو مثل آقای حیدری، کمال حیدری که به زبان فارسی حتی صحبت میکنه که میگه روایات تحریف قرآن نزد شیعه به حدی از تواتر رسیده که روایت های امامت رسیده. اما من تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. شما در این باب لطف بفرمایید همین الان آقای قمی رو به عنوان یکی از استوانه‌های علمی شیعه، آقای قمی همین الان روایتی رو که روی آنتن برای شما نشون داده شد گفتن که امه ائمه بوده و گفتن که اماما و رحمه در آیه 17 سوره مبارکه هود جاش عوض شده. این اگر تحریف نیست معنای تحریف چی هست؟ آقای قمی صراحت داره در خیلی از جاهای دیگر کتاب خودش تفسیر قمی بر تحریف قرآن کریم، همچنین آقای مجلسی، همچنین آقای کلینی و دیگر مشایخی که تحریف رو چه معنایی بکنیم؟ به معنای جابجایی یا به معنای کماکان؟ آیا جابجایی تحریف نیست؟ و جابجایی رو حالا ما تعریف معنایی که تحریف میشناسیم میتونم صراحتا بگم تحریفه، ولی اینکه کلمه این کلا حذف بشه یا زیادی بشه به نقصان عوض زیاده 100%. من تشکر میکنم از شما. من تشکر میکنم از یه نکته دیگه هم عرض کنم آقای، اگر در چارچوب موضوع برنامه باشه فقط مختصر لطف بفرمایید که وقت دیگران هم نه. ما علمای فعلمون هم مثل آیت الله مکارم شیرازی ایشون یه جزوه مستقل نوشتن در عدم تحریف قرآن. برادرم من میدونم، من قبول دارم، با این حرف شما موافقم که عده‌ای از علمای معاصر شیعه به عنوان یک شیعه به هیچ وجه مقابل به تحریف قرآن نیست. اما آن کسانی که شما مذهبتون رو از اونها گرفتید قائلن. ما بکنید من نمیدونم. متشکرم از تماس شما. متشکرم از تماس شما. ممنونم. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی. سلام بر شما بفرمایید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ من جمالم از اهواز زنگ میزنم. آقا جمال از اهواز، خوش آمدید. نظر شما درباره آنچه که مطرح شد در این برنامه چیست؟ آیا شما روایتایی که ما بررسی کردیم این رو تدلیس و یا به اصطلاح خیانت راوی میدانید و یا نه شما قائل به تحریف قرآنید؟ عزیز لطف کنید با تلفن صحبت کنید چون صدا رو از تلویزیون شما با تأخیر میشنوید. آقا جمال. آقا سلام علیکم. علیکم السلام. لطف کنید صدای گیرنده‌تون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید چون صدای ما از تلویزیون با چند ثانیه تأخیر به شما میرسه. سلام علیکم. سلام بر شما. خسته نباشین. حال شما خوبه؟ ممنونیم از برنامه‌تون. بفرمایید. من سوالی عرض کردم خدمتون، شما متوجه سوال بنده شدید؟ شدم ولی کلا در حد عقل خودم. بله. من زیاد اهل مثلا قرآن میخونم ولی زیاد تفسیرش اینا نیستم، یا آدم کم سوادی هم دهاتی هستم. دنبال چیه قرآن میگردیم؟ ما دنبال حقیقت قرآن. هم شیعه آقا، هم شیعه هم سنی، دنبال چیه قرآن ما میگردیم؟
ما دنبال حقیقت قرآن، دنبال اتباع قرآن، دنبال پیروی از منش قرآن. آقا جان، حقیقت قرآن، آیا این حقیقت قرآنی که ما دنبالشیم، ما مسلمانیم، هم شیعه هم سنی، بله، به یه عقلی رسیدیم، به یه حدی رسیدیم که هممون عاقلیم و بالغیم. کل قرآن رو بخوایم جمع کنیم میخواد ما مثل طبق شریعت اسلامی زندگی کنیم فقط. خب این شریعت اسلامی رو من مسلمان غیر از قرآن کجا باید پیدا کنم؟ خدا پدر مادرتون بیامرزه. من تو قرآن پیدا میکنم. احسنتم. من همینو میخوام بگم. الان وقتی که برادر عزیزم آقا جمال، وقتی که آقای کلینی میگه قرآنی که الان دست ماست 1/3 آن قرآن حقیقی است، یعنی 2/3 این قرآن رو من ندارم. کجا باید پیداش بکنم این 2/3 رو؟ صحبت ها زیاده. صحبت زیاده. هر کدوم یه صحبت این مسئله اعتقادی است. مسئله اینه که مسئله سرنوشت یک امت مطرح هست. 2/3 قرآن کجاست که امت از اون استفاده بکنه؟ بحث کوچه و بازار و قیمت سیب زمینی و پیاز نیست که اختلاف سر قیمت مشکل ایجاد نکنه که. نه متاسفانه اینطور چیزای من اینطور چیزی نیست که قرآن کم شده باشه. این نظر شخص شماست و من به احترام میگذارم و میدونم خیلی از برادران و خواهران شیعه ما هم نظر شما رو دارن، اما آنچه که در کتب مراجع شیعه، کتب روایی شیعه مطرح شده غیر از این چیزی که شما اعتقاد دارید. کامل نیستن. ممنون از تماس شما و مشارکت شما. متشکرم. اگر استاد اجازه بدید یک تماس دیگه هم بگیریم که من صحبت شما رو باز ادامه بشنویم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت بفرمایید. السلام علیکم سلیمانی صاحب عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادر؟ ان شاء الله سلام خدا خدمت دیقان صاحب عزیز، خدمت شما تمام دوستان و کاران. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حاجی روح الله قریشی هستم از کابل. برادرمون آقای قریشی از کابل، خوش آمدید. نظر شما چیست قربان درباره آنچه که مطرح شد در برنامه امروز؟ ما سلام خدا اول خدمت تمام بیننده های تلویزیون وصال حق هم از شیعه هم از سنی تقدیم میکنم. ما اول همین دلیل میگیم که قرآن اگر ما اهل سنت و جماعت که هستیم، اگر در طول تاریخ یک عالمش یک نفرش پیدا شده باشه گفته باشه یک حرف قرآن کم است، نظر باید قرآن خود کافر مطلق، هیچ جای درک ندارن، هیچ جای اسناد نیست که گفته باشن. ما برادرای اهل تشیع خود ما بیننده هایی که از اهل تشیع کامل از تلویزیون میبینن، ما این پیام میتیم که برادرای کفر امروز یهود و نصارا به این متیقن است که این قرآن کامل شامل است. شما چرا از علمای تنمی را پرتان نمیکنین؟ چرا پیروی از این مذهب باطل میکنین که هر لحظه هر کدامش در تمام کتبایشان در تمام اسنادی که استادا بیان کردن خود ما مطالعه میکنیم، همه ادمی معنی تعریف قرآن تعریف شده. امروز میگم یهود و نصارا این حرف قبول نمیکنن، اما چرا برادرای اهل تشیع ما از علمای خودی درخواست نمیکنن یک عالم اهل سنت در طول تاریخ زمان و مکان در یک حرف کتاب خود نوشته کرده باشه که یک حرف قرآن محکم است؟ بیایید پیدا کنید. هزاران کتاب اهل تشیع با این متأکد همین تصویب نوشته کردیم که قرآن تعریف شده در تمام دنیا. چرا برادرای ما قبول نمیکنن؟ چرا نمیخواین حق از باطل بشناسن؟ چرا وقت میخواین که برای حق بیاین؟ خیلی ممنونم. کاملا واقعا سوال شما سوال بجایی است و مراجع علمی شیعه و حوزه های علمی شیعه باید به این پاسخ بدن که چرا یک فتوا صریح و واضحی درباره کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند مطرح نمی کنند و فتوای صریحی ندارند که بگن آقا هر کسی که معتقد به تحریف قرآن است کافر است. بالکل سلیمانی صاحب حدیث، اما عرض دهید طبقه آیا اینایی که علمای خود یا قبول میکنن همه احترام دارن در تمام مجالس اشتراک میکنن، باز پس دوباره میگن که من قبول ندارم. نه این به خاطر فرار از موضوع هست جناب استاد قریشی، این به خاطر فرار از موضوع هست. من تشکر میکنم از حضور شما چون با پایان وقت برنامه نزدیک شدیم و متشکرم از مشارکت شما. سلام ما خدمت همه‌تون تقدیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به همین قطع فعلا اکتفا میکنیم چون مولانا ما 5 دقیقه فرصت داریم و اگر تعلیقاتی بر صحبت بینندگان دارید. نه به صورت کلی یعنی مجالشون یکی بود، خصوصا آقای حسینی که صراحت داشتند. اگر تمام شیعیان واقعا اینجوری شد یعنی صراحت می داشتند و می گفتند ما یعنی استقبال میکنیم هم از اون کسانی که صراحت دارند و معتقد بر این هستند که قرآن تحریف نشده، ما همین قرآن رو که اهل سنت قبول دارند، ما همین رو قبول داریم، هر کسی که غیر این بگوید کافر است.
ما از اونها هم استقبال میکنیم و هم کسانی که بگویند که این قرآن اصلی نیست، قرآن تحریف شده هست و هر کسی بگوید که به این قرآن ایمان داشته باشه اون کافره، ما باز هم استقبال میکنیم. صراحت داشته باشن. تغییر نکن. آقای حسینی گفتند که شما کافر هستید چون که این قرآن رو قبول دارید، قائل به تحریف قرآن نیستید. خب یک کسی دیگر از شیعیان زنگ بزند بگه ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، هر کسی قائل به تحریف قرآن هست اونو کافر میدونیم، واسه ما از اونها در واقع میپذیریم. اما اون چیزی که در مذهب شیعه بنابر اصول شیعه، بنابر کتاب‌های اصلی شیعه مانند کتاب کلینی و بقیه کتاب‌ها، مانند تفاسیر معتبر شیعه، مانند تفسیر قمی و بقیه بر آن اتفاق نظر دارند، اون گونه که آقای مجلسی و بقیه گفتند که روایات تحریف قرآن متواتر هست، بر این نقطه اتفاق نظر دارند که این قرآن اصلی نیست، جابجا هم شده، کم و کاستی هم در واقع صورت گرفته و بر این اضافه هم شده. بله، دلایل خیلی زیادی رو من به طور مثال یکی از این معتبرترین کسی رو که بالاترین روایت رو در کتاب اصول کافی دارند و از نظر آقایون هم معتبر هست، علی ابن ابراهیم قمی هست که اون سخه میدونند، اگر اینو سخه ندونند اصلا مذهب شیعه از بین میرود. ایشون در این کتاب خودشون دوستان نمایش بدن، کتاب تفسیر قمی هست. تفسیر قمی هست که آقای خویی گفته تمام روایاتش صحیحه، آقای در واقع خود خزوینی هم این حرف رو زدند که تمام روایاتش در واقع صحیح است. ایشون در مقدمه این کتاب خودشون اومدن درباره قرآن اظهار نظر کردن، غیر از روایاتی که وجود داره، غیر از روایات، بعد از روایات خودشون هم حرف زدن. در صفحه 14 این کتاب در اینجا هست فالقرآن منه ناسخ و منسوخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ومنه عام ومنه خاص ومنه تقديم ومنه تأخير ومنه منقطع ومنه معطوف ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف تحریف شده است ومنه على خلاف ما انزل، بخشی از برخلاف ما انزله هست. بعد از این هر یک از این گزینه ها را اومده توضیح داده، در مقدمه کتاب از هر یک از این گزینه ها رو توضیح داده و در صفحه بعدش یعنی در صفحه 17 میاد و اینو کاملا توضیح داده. میاد و اما ما هو حرف مکان حرف، جاهایی که حرفی به جای حرف دیگر جابجا شده، مانند این لئلا یکون للناس علیکم حجة الا الذين ظلموا منهم، الا الذين ظلموا منهم، یعنی این اضافه یعنی ولا الذين ظلموا منهم، ولا الذين ظلموا منهم. و در ادامه این چند تا مثال در اینجا آورده و دوباره این توضیح میداد. و اما ما هو علی خلاف ما انزل الله، اون چیزی که در این قرآن بر خلاف ما انزل الله هست، میگه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. قال ابو عبدالله لقاری هذا الآیه خیر امه، یعنی این خیر امه نبوده، گفت انما نزلت، آیه این گونه نازل شده کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. و مثال دومی در اینجا آورده و وجعلنا للمتقین اماما، که امام در واقع فرمودند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعل لنا من المتقین اماما، که این کلا میخواد بگه که اولش کردن للمتقین امام نیست، میگه اون گونه که در قرآن هست، این اشتباه هست و در قرآن اصلی این گونه بوده من المتقین اماما. این چند تا نمونه داره و در آخر میاد و اما ما هو محرف منه، و اما مواردی که از قرآن تحریف شده فهو قوله، مانند این آیه لکن الله یشهد بما انزل الیک فی علی، این فی علی در قرآن نیست، این در اینجا اضافهش کرده که در قرآن بوده، یعنی کمش کردن، پس بنابراین قرآن کم شده. والملائکه یشهدون. و بعدش مثال دیگر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، این فی علی در قرآن ما مسلمانان نیست، چیه معتقد هست که در قرآن بوده. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. نمونه دیگر ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم، آل محمد حقهم در قرآن نیست. آقای قمی میگه که در قرآن بوده. و مثال هفتم سيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم، در قرآن این وجود نداره اما میگه که این تحریف شده است. و لو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، تمام این مواردی هست که صراحتا میگه کم شده قرآن کریم، هم کم شده، هم اضافه شده، هم حرفی جای حرفی بوده و هم مکان آیات رو جای آیات، انواع اقسام، تمام انواع تحریف رو در این کتاب اومده کاملا. روایتش مفصل است در خود کتاب اصول کافی هم من نشون دادم، از باب نطف و نکات رو که باب 165 کتاب اصول کافی از مفصلا من این موارد رو که صراحتا آورده بود که قرآن این گونه بوده، این گونه نازل شده. و هم در کتاب
تفسیر قمی روایات متعددی رو من خدمت بینندگان عزیز در این برنامه نشان دادم که صراحت بر تحریف قرآن دارد. ما هم حرفی رو نداریم شیعه بیان مانند آقای حسینی صراحت داشته باشند که ما معتقد به تحریف قرآن هستیم. هر کسی که معتقد باشد که این قرآن کتاب خداست، کامل هست، کم و زیاد نشده، اون کافر است. ما حرفی نداریم. حساب ما مسلمانان از شیعه کاملا جدا خواهد بود. بله ما قرآن خودمون رو داریم، اونا قرآن خودشون. بله اگر شیعیان واقعا معتقد به این هستند که این روایات دروغه و قرآن اصلی این هست، خب اینا بازم اعلام بکنن. باز امثال حکم کسی که معتقد به تحریف قرآن هست رو همچنین آدم ما معتقد هستیم که آقای علی بن ابراهیم قمی ما همیشه در حرفمون جای فراری میگذاریم، جای استثنایی میگذاریم. آقای کلینی و آقای علی بن ابراهیم قمی، آقای مجلسی و تمام کسانی که روایات تحریف قرآن را تأیید کردند، اگر اینها در آخرین لحظه عمرشون با این عقیده از دنیا رفتند کافرند و در دوزخ جاودانه میمانند، جاودانه هستند. اما اگر بینهم و بین الله توبه کرده باشند، بالفرض از این عقیده برگشته باشند، توبه کرده باشند و گفته باشند قرآن اصلی این هست، اون حکمشون با الله متعال است. اما اگر با این عقیده مرده باشند، ما هیچ گونه شک و تردیدی نداریم که اونها کافر و خالدن مخلدن در آتش جهنم خواهد بود. و هر شیعه‌ای که معتقد به این باشد که این قرآن اصلی نیست، حکمش هم همین هست. منتها ما برای کسی که این اعتقاد را داشته باشه، حکم را این گونه صادر نمی کنیم که تمام کافر هستند. باید بهش تبیین بشود، ابلاغ حجت بشود. آیا این فرد عالم هست، عالم نیست، جاهل هست، جاهل نیست، معذور هست، معذور نیست، بر اساس تعویل میگه، بر اساس تقلید میگه، یا اینکه خودش معاند هست و جاهد است. اگر معاند باشه، براش اتمام حجت شده باشد و این قرآن رو قبول نکند، هر کسی که چنین باشد در واقع کافر خواهد. خیلی ممنونم حضرت مولانا، وقت ما به پایان رسید. متشکرم از صحبت‌های گرانقدر شما و از تحلیلات. و آقای حسینی که میگفت من خیلی استفاده کردم، دارم قرآن حقیقی رو از خلال روایت‌هایی که شما از مجلسی و فلانی میگید دارم پیدا میکنم. بله این کتاب‌ها در ایران چاپ شده و ایشون قبول کردند. یک قدم دیگر من امیدوار هستم که در واقع رهبران ایران یک قدم دیگر برن، این جرأت رو به خودشون بدن و اعلام بکنند که ما شیعه هستیم، دین ما همین اصول کافی هست، همین تفسیر قمی هست، بر اساس روایات تفسیر قمی و اصول کافی بیان قرآن را چاپ بکنند. اون وقت ببینند که مسلمانان در موردشون چی میگویند و چی میکنند. خیلی ممنونم جناب مولانا، از صحبت شما واقعا استفاده کردیم. همچنین تشکر خاص از شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. از عزیزانی که پشت خط موندن به خاطر تماس‌ها معذرت خواهی میکنم، وقت برنامه محدود است و ما مجبوریم که به چند تماس مشخص اکتفا بکنیم. تشکر از احمد جان و بقیه عزیزان در اتاق کنترل. تا برنامه بعد همیشه ما عزیزان خوبان رو به الله تعالی میسپارم. الله یار و نگهدار شما.